میخوایم که ببینیم که در صنعت بانک و پرداخت چه مسیر شغلی برای شما دوستان میتونیم متصور باشیم. فرض من بر این هستش که بیشتر دوستانی که من در خدمتشون هستم امروز، افتخار دارم در خدمتشون باشم، از دوستانی هستن که توی دانشگاه توی رشته‌های مرتبط با این موضوع دارن درس میخونن. جلوتر که بریم من دقیقاً خدمت شما توضیح میدم که حالا چه رشته‌هایی با چه در واقع رویکردهایی میتونید احیانا وارد این صنعت بشید. خب شروع میکنم با معرفی خودم. یه ذره طول میکشه من با این سیستم آشنا بشم. من مدیر حکمرانی فناوری در شرکت خدمات انفرماتیک هستم که حالا بعداً راجع به شرکت هم بیشتر براتون توضیح میدم. یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات نه تنها تو ایران بلکه در منطقه هست، چه از نظر حجم عملیات چه از نظر تعداد در واقع پرسنل. و یه مسیر شغلی داشتم که حالا خدمت شما توضیح میدم و فکر کنم بهترین شروعی که میتونم داشته باشم این است که من چی بودم، الان تو این صنعت چه کار میکنم. اینم در واقع QR کد لینکدین هم هستش که اگه دوستان مایل بودند خوشحال میشم که افتخار بدن و توی لینکدین با هم در ارتباط باشیم. خب حالا مسیر شغلی من چی بوده؟ من همطور که توی صفحه قبل دیدید یه مهندس الکترونیک بودم. وقتی که وارد رشته الکترونیک شدم که من از قبل از دوران در واقع دبیرستان خیلی دوست داشتم وارد این رشته بشم، وقتی وارد دانشگاه شدم دیدم که خب الکترونیک خیلی برای من جذاب بود، ولی دیدم یه رشته دیگه هست به اسم کامپیوتر که خیلی منو جذب کرد. حقیقتش اینه که دو تا رشته رو با هم خوندم و وقتی که وارد به صورت کارمند وارد در واقع بازار کار شدم، اولش به عنوان سیستم انجینیر وارد شدم، یعنی برنامه کامپیوتر می نوشتم، کرنل لینوکس رو می رفتم تغییر می دادم، FPGA پروگرام می کردم. اینا همه بچه‌هایی که توی رشته‌های کامپیوتر خوندن این اصطلاح‌ها رو به خوبی آشنا هستن. زمان که گذشت اون تیمی که توش کار میکردم شکل گرفت، بزرگ شد و من به عنوان تک لید میتونم بگم مسئول در واقع اون تیم شدم و یه تیم حدود مثلا 10-15 نفر از برنامه نویس ها با هم کار میکنیم. منم لیدشون بودم و امبدد سافتور کار میکنم، یعنی برنامه‌ای که توی دستگاه و تجهیزات کار میکنه، بیشتر تجهیزات مخابراتی. زمان که گذشت اون تیم باز بزرگتر شد و من مدیر تحقیق و توسعه شدم، یعنی انتا از این تیم لیدها در واقع من باهاشون کار میکنم، هر کدومم یه تیمی زیر دستشون بود و یه مجموعی از سخت افزارها و نرم افزارها رو ما اونجا دیزاین میکردیم، تبدیل به محصول میشد. مرحله بعد من در واقع مدیر تحقیق و نوآوری سازمان شدم که خب قاعدتاً مدیر تحقیق و توسعه ذیل این بخش داره کار میکنه و سعی کردم به جای اینکه توی تیم خاص و توی برای محصول خاص تمرکز داشته باشم، تحقیق و توسعه، تحقیق و ارشد و خدمت و نوآوری رو در سطح کل شرکت من بتونم مدیریت بکنم و بعدش هم الان مدت کوتاهی هست که مسئول حکمرانی فناوری در سازمان شدم که خب یه مسئولیت خیلی فراتر و عمومی‌تر از در واقع مسئولیت قبلیم هست. خب من به عنوان یه دانشجوی رشته برق این مسیرم بود که تقریبا میتونم بگم اکثرش هم توی صنعت بانک و پرداخت بوده. حالا بریم یه ذره جلوتر و یه ذره دقیق‌تر توضیح بدیم ببینیم که شما چه مسیری میتونید برای خودتون متصور باشید. قبل از اینه که من بیام راجع به این صنعت صحبت بکنم، فکر میکنم خیلی مهمه که من خدمتتون توضیح بدم که در واقع چرا انتخاب شغل برای شما اهمیت داره و به طور خاص چقدر میتونه اثر داشته باشه توی رضایتتون از زندگی در آینده. و اینه که
هر کسی باید برای خودش بشینه ببینه که اون عواملی که باعث رضایتش میشه تو زندگی چی هست. دقت کنید دوستان، این خیلی اهمیت داره در شغلی که برای آیندهتون انتخاب میکنید. چی شما رو راضی میکنه؟ چه عواملی باعث میشه که شما از زندگیتون راضی باشید؟ خب من بهتون توصیه میکنم حتما در این زمینه مطالعه بفرمایید، ولی غیر از این باید به خود درونتون مراجعه کنید و ببینید که چی شما رو راضی میکنه. برای کشف این من فقط میتونم بهتون بگم که یک عامل فقط نیست که باعث خوشحالی و سعادتمندی شما حداقل در مسیر شغلی میشه و عوامل مختلفی وجود داره. واسه همین من از شما اجازه میخوام شروع در واقع این بحث رو با یه فیلم شروع کنم. کیا این فیلم رو دیدن؟ یه به علاوه بذارید ببینم قطار سری و سیر شرقی. دوستان کسی این فیلم رو دیده؟ خیلی هم عالی. این فیلم اولین نسخهش مال 1974 بود، ولی من نسخه 2017 رو خیلی دوست دارم، هرچند نسخه 2010 هم که دیوید ساشت بود خیلی جالب بود. ببینید داستان این که یه نفر، یه سرهنگی از آقای پوارو میخواد که ازش مراقبت بکنه، چون میترسه که توی قطاری کشته بشه و پوارو اتفاقا قبول نمیکنه و متاسفانه این آدم کشته میشه و پوارو رو مسئول میکنن که بیا ببین قاتل کیه. بعد از یه تحقیقی متوجه میشه که این 12 ضربه چاقویی که به این فرد خورده در واقع توسط 12 نفر بوده که در این قطار بودن و هر کدوم از این افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این آدم در ارتباط بودن، چون این آدم در واقع یه قاتلی بوده که اسمش رو عوض کرده بوده، یه قاتل یه دختر بچه‌ای بوده و همه اینها یه جورایی با این دختر بچه در ارتباط بودن و میشه گفت برای انتقام وارد این قطار شده بودن. حالا قطار رسیده به لهستان، ایستگاه لهستان و پوارو مونده که این پیچیدگی رو چطور به پلیس لهستان توضیح بده و در آخر سر وقتی میبینه نمیتونه این پیچیدگی رو شرح بده، تصمیم میگیره که موضوع رو ساده بگیره و به پلیس میگه که آقا یک نفر کشت، قاتل مقتول رو کشت و در ایستگاه قبلا پیاده شده رفته. یعنی قضیه رو ساده کرده. حالا من چرا دارم اینو میگم؟ اینه که ببینید شما وقتی یه صورت مسئله پیچیده به اسم رضایت شغلی مثلا حالا وجود داره، میخواین شغلتون انتخاب کنید، دقت کنید که این یک صورت مسئله مالتی ابجکتیوه، یعنی شما چندین مسئله رو باید با هم ببینید و وزن همه عوامل خوشبختی، عوامل موفقیت در کار ممکنه برای شما یکی نباشه. یکی از نوع کار خوشش میاد، یکی از پول کار خوشش میاد، یکی از دردسر کار داره فراری هست. دقت کنید، به درونتون مراجعه کنید تا بتونید رشته کاریتون رو به خوبی انتخاب بکنید. یه تحقیقی شده تو این زمینه توسط دانشگاه هاروارد که حالا اینجا نوشتم، اگه دوست داشتید میتونید برید سرچ کنید، پیداش کنید، روش تحقیق بکنید. ببینید رضایت از زندگی اگه نگاه کنید، حالا من تک تک این موارد رو نخونم دیگه، هست رو صفحه مطالعه کنید. ببینید چند تا از اینا برمیگرده به اینه که شما چه شغلی میخواین انتخاب بکنید. این که امنیت مالی، استقلال اقتصادی داشته باشین بخشی از رضایت شما رو تشکیل میده. تعادل بین کار و زندگی هم همینطور. فقط نکته اینه که چقدر هر کدوم از اینا واسه شما مهمه. حالا این یه تحقیق از این ابعاد نگاه کرده، تحقیقات مختلفی وجود داره و با مباحث روانشناسی خیلی گسترده‌ای هم وجود داره که الان موضوع بحث ما نیست، ولی من دارم خدمتتون میگم قبل از اینکه یه نفر بیاد و برای شما بهبه چهچه کنه که فلان صنعت یا فلان شرکت چقدر خوبه، باید این موارد رو در نظر بگیرید. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، تعیین مسیر شغلی یک پروسه رندوم نیست. امروز باید به صورت آگاهانه ببینیم که چه مسیری رو برای خودمون میتونیم متصور باشیم. قاعدتا کسی آینده رو ندیده، ولی یه ویژنی برای آینده باید داشته باشیم که قراره به کجا برسیم. و قطعا این ویژن ممکنه در طول زمان عوض بشه، قطعا همه چی قطعی نیست، عدم قطعیت زیاد هست، ولی حدوداً باید بدونیم که اون شغلمون با ارزش‌ها، مهارت‌هامون و علاقه‌هامون همخونی داشته باشه تا بتونیم این رضایت از شغل رو برای خودمون داشته باشیم. من کم ندیدم افرادی رو که خودشون رو دست امواج دادند
و باعث شده که در طول زمان همینجوری هی رشته عوض کنن، همینجوری محل کار عوض کنن. اگه رزومه این افراد نگاه کنید میبینید یه جنگلی از تخصص‌ها و کارها و شرکت‌هایی که بودند. خب این سرآخر به سرخوردگی میرسه. باید مواظب این قضیه باشید دوستان. حالا من میخوام بگم ببینید، حالا من عرض کردم خدمتون مورد این کار، مورد این وبینار صنعت بانک و پرداخت هست، ولی اصولا شما باید فکر کنید ببینید که میخوان یک کارمند باشین یا یک کارآفرین. کارآفرین یعنی کسی که خودتون میخواید یک کسب و کاری رو راه بندازید و احتمالاً یه افرادی میشن کارمند شما. من مطمئنم از این جمع تا الان 71 نفری که اینجا هستن، احتمال اینه که یه چند نفرشون در آینده کارآفرین باشن و خودشون کسب و کار خودشون رو راه بندازن، کم نیست، زیاده. البته تفاوتاش اینجا نوشتم مجددا، حالا روخونی نمی‌کنم، خودتون مطالعه بفرمایید. ولی وقتی که یک کارمند باشی، یک خوبیایی داره و یک در واقع بدیایی. حقوقت به عنوان مثال آخر ماه به احتمال زیاد حقوقت میرزنه و پولتو میگیری، ولی وقتی که چیز باشین، وقتی که عرض بر خدمتون یک کارآفرین باشید، ممکنه آخر ماه حقوق که چرس کنم منفی باشی، ولی خب یه ریسکا، یک ریواردهای خاص خودش هم داره، یک موهبت‌های خاص خودش هم داره که برمیگرده به اون شخصیت شما و آنچه که از زندگی میخواید. بنابراین در نظر بگیرید که الزاما، حالا حتی تو این صنعتی که من براتون دارم توضیح میدم، الزاما قرار نیست حتما توی شرکت کار کنید. خودتون ممکنه شرکت خودتون رو داشته باشین دوستان. و من توصیه اولم مثلا همینه، اول اینو فکر کنید بعد برید سراغ بقیه چیزا. ولی اینو در نظر بگیرید که کارآفرینی همیشه ریسک داره، ریسک‌های متنوعی هم داره، مالی، ریسک بازار، ریسک قانونی، ریسک از که شما اعتبارتون از دست بدین، یا ریسک عملیاتی، یعنی در عمل یه مشکلات فنی یا اجرایی پیش بیاد که نتونید انجام بدید. من بیشتر از این راجبه نه کارآفرینی صحبت میکنم نه راجبه رضایت شغلی، ولی به نظرم اومد که حتما این دو مورد رو خدمت شما بگم تا روش فکر کنید. اصلا این مهم نیست که من دارم الان راجع به چه صنعتی، چه شرکتی یا چه تخصصی صحبت میکنم. آکادینو ارائه‌های دیگه‌ای هم دارن، وبینارهای دیگه‌ای هم دارن که به صورت تخصصی روی مسائل فنی صحبت خواهند کرد، ولی حقیقتش اینه که این بخش رو در نظر بگیرید قبل از اینکه به هر کدوم از اینا فکر بکنید. خب بریم ببینیم که اصلا این بانکداری و پرداخت چی هست. فیلم ماتریکس یادتونه دیگه، ما معمولا وقتی که سراغ بانک و اینها میریم قرص آبی رو میخوریم، میریم تو شعبه و با یه همچین وضعیتی مواجه میشیم. یعنی میبینیم که خب آنچه که معمولا دوستان جوان ما میبینند از شعب بانکی، یک شعب شلوغ هست و مردم تو صفن و یه سری کارمندم که تحت فشارن و فوقش یه ATM دیده باشیم که در مثلا چه میدونم بیشتر مواقع هم ممکنه بریم اونجا ببینیم به هر علتی خرابه یا پول نداره یا یه سرویسی نمیده، یا نگرانیم که سرمون که تو ATM یکی بیاد کیفمون رو بزنه. از یه طرف دیگه شاید بیشترین چیزی که از دنیای جدید دوستان به طور خاص دانشجویان عزیز دارن میبینن، این اپ‌هایی هستش که بانکی هستش که احتمالا تا حدودی باهاش آشنا هستید. ولی اجازه بدید قرص قرمز بخوریم و بریم ببینیم که تو صنعت بانکی چی هست و یه مقداری دیپ شیم ببینیم که وقتی میگیم صنعت بانک یعنی چی. خب ببینید، فکر میکنم خیلی خوبه که اول خدمتون بگم که ببینید بانکداری یه چیز، پرداخت یه چیز دیگه است، هرچند که به شدت به هم وابسته هستن و بدون هم تقریبا بی‌معنی هستن. ولی بانکداری وقتی داریم ما میگیم، منظور ما همونطور که خدمت شما نوشتم مدیریت سپرده وام، خدمات مالی هست. ولی وقتی راجع به پرداخت میگیم، راجع به خرید و در واقع تراکنش‌های انتقال پولی که داریم میگیم که بیشتر تو داد و ستد و تجارت روزانه داره شکل میگیره. وقتی که شما از یه جا وام میگیری، وقتی که این عملیات بانکیه. وقتی شما موجودی حساب داری میگیری، عملیات بانکیه. وقتی شما داری
مثلا فرض بکنید سپرده طولانی مدت میذاری که بهت مثلا سود بده، اینا عملیات بانکی. ولی از یه طرف دیگه وقتی میرین مغازه کارت میکشین خرید میکنید، این پرداخته. خب وقتی که مثلا فرض بکنید که حالت روش پرداخت مختلفی وجود داره، ولی در هر صورت هر خریدی که انجام میدید این پولشو میدید، این میشه پرداخت. خدمتتون بگم که توی ایران اگه میخوایم ببینیم این صنعت بانکداری، پرداخت نه، خود بانکداری توی اون تولید ناخالص داخلی کشور چقدر اثر داره، 5.2%. یعنی صنعت بانکداری خودش مثل هر صنعتی دیگه‌ای داره تولید میکنه، داره خلق ارزش میکنه. اون تولیدی که داره میکنه 5.2% هستش که طبق برآوردها توی منطقه دومین ضریب نفوذ رو داره که خب بد نیست جایگاهش. این آمار 402 هستش که بانک ملت داده، نمیتونم الان که 403 دیگه 404 نزدیک میشیم به کجا رسیدیم. ولی داستان صنعت پرداخت خیلی جالبه. این دو تا نمودار رو شما نگاه کنید. سبز رنگ GDP هستش یا همون تولید ناخالص ملی هستش که داخلی هستش که میگه ما مثلا فرض بکنید حالا اگه به ازای هر نفر باشه چقدر داره تولید انجام میشه. البته این تولید کل کشور هست، بر اساس 1000 میلیارد ریال داره محاسبه بشه. میبینید که ما از سال 99 تا این مثلا مالکه تا 402 مثلا تا پاییز 402 هست، ما نسبتا یه روند رشدی داشته. ولی خیلی جالب اینه که میزان ارزش مالی تراکنش های شاپرک تقریبا میشه گفت شانه به شانه GDP بالا رفته. یعنی میزان تراکنشی که تو شاپرک بوده، شاپرک اون تجمیع کننده در واقع اون درگاه های خریدی هست که شما به صورت آنلاین یا حضوری تو مغازه انجام میدید، یه ذره جلوتر توضیح میدم. یعنی میزان گردش پول که خرید فروش که انجام میشه به شدت به تولید ناخالص ملی وابسته است و برعکس. حالا اینه که این باعث شده اون بالا بره یا اون باعث شده این یکی بالا بره، فعلا کاری به این روابط علت و معلولی نداریم. ولی میخوام بگم انقدر این صنعت مهمه که خوب یا بد کار کردنش به شدت میتونه اثر بذاره روی تولید ناخالص ملی. تا حداقل این رو تا الان تو این شکل میتونیم ببینیم. حالا ببینیم ساختار بانکداری، راجع به بانکداری صحبت کنیم توی کشور ما چجوریه، که البته ساختار کلیش خیلی با بقیه کشورها فرقی نداره. اکثر کشورها از جمله ایران یه بانک مرکزی دارن که قوانین رو مشخص میکنه که طبق با چه در واقع روالهایی، با چه فرایندهایی بانک ها باید کار بکنن. بعضا نرخ سود رو مشخص میکنه. فکر نکنید فقط ایرانه، تو جاهای دیگه هم نرخ سود اینها رو مشخص میکنن. هر شب خدمتون که صدا با خشخش میاد. بعض اینترنت هم خوبه. الان صدا بهتر شد یا هنوز صدام خشخش داره؟ هست، یعنی خشخشه هست. نمیدونم، اجازه بدید من یه ذره چک کنم وضعیت اینترنتم رو که فکر میکنم اوکیه، فعلا خوبه باشه دیگه. اینترنت ایرانه. خیلی ممنون. بانک مرکزی انگار با ممکنه خوب شد گفتین. آره من این هدفون سرمه، ممکنه اون باشه، من تو فکر اینترنت بودم. خیلی هر شب خدمتون که فکر میکنم چون میکروفون رو گرفتم دستم، فکر میکنم که الان خیلی بهتر شده باشه. بانک مرکزی غیر از اینه که قوانین رو تنظیم میکنه، نظارت بر عملکرد بانک ها هم داره که الکی وام ندن یا پول مردم رو در واقع اعتبار داشته باشن که بتونن پول مردم رو بدن و بقیه مسائل. بنابراین بانک ها باید گزارش بدن به بانک مرکزی و هر کسی از در واقع خیال خودش نمیتونه هر فرایندی پیاده سازی کنه و اسم خودشو بذاره بانک. حداقل در کشور ما اینجوری.
به طور کلی ما دو جور بانک داریم، میشه گفت بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی. حالا بانک‌های تجاری و تخصصی هم بعضیاشون خصوصی هستند، بعضیاشون دولتی هستند، دیگه در جریان هستید. مثلا بانک ملی صادرات یه جورایی دولتی حساب میشه، بانک سامان مثلا بانک خصوصی حساب میشه. بعضی از بانک‌ها تخصصی هستند که اکثر بانک‌های تخصصی دولتی هستند، مثل بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات یا بانک مثلا مسکن. اینا در واقع خود دولت این بانک‌ها رو گذاشته که یه حوزه خاصی روش تمرکز بکنه و گردش مالیش رو مدیریت بکنه و البته تزریق پول رو. خب این از ارتباط بین بانک مرکزی و بقیه بانک‌ها. ولی هر کدوم از این بانک‌ها داریم کم کم به مسائل فناوری نزدیک میشیم. هر کدوم از این بانک‌ها تقریبا میشه گفت همشون یه هلدینگ فناوری هم دارن. یعنی هلدینگ به چه صورت؟ یعنی یه شرکتی که ان تا شرکت زیر مجموعه‌اش داره کار میکنه. ملی، صادرات، بانک ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، همه اینها که اینجا تو این عکس است و البته چند بانک‌های زیاد دیگه که تو این تصویر نیستن، هر کدومشون برای خودشون یک شرکت هلدینگ یعنی شرکت مادری دارن که چند تا شرکت فناوری محور، اکثرا فناوری محور بهتره بگم، بیشترشون فناوری محور هستن، دارن در واقع خدمات آیتی میدن به این بانک‌ها که بتونه چرخشون بچرخه. دقت بفرمایید که تکنولوژی‌های مثل کور بانکینگ یعنی بانکداری متمرکز و در واقع سویچ های کارت که به همین خرید و فروش کارتی ما میشناسیمش بسیار پیچیده است و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خیلی گسترده‌ای نیاز داره. برای همین هستش که این کار تخصصیه و این هلدینگ ها شکل میگیره که بانک و پرداخت بتونن در واقع به راحتی و بدون نگرانی های فناوری اطلاعات کارشون رو انجام بدن. حالا یکی از مهمترین این در واقع هلدینگ ها شرکت ملی انفرماتیک هستش که میشه گفت هلدینگ بانک مرکزی هست و چندین شرکت زیر مجموعش هستی که من اونهایی که تخصصشون بیشتر فناوری اطلاعات بوده رو توی اینجا لیست کردم. بزرگشون از نظر حجم عملیات بانکی فناوری اطلاعات و هم از نظر تعداد پرسنل شرکت خدمات انفرماتیک هست، جایی که من دارم کار میکنم. شاپرک رو همتون میشناسین، جایی هستش که باز بعداً یه توضیح بیشتری خدمتتون میدم. نظارت و تجمیع در واقع اون نقاط خریدی که شما میرید حالا یا تو اینترنت یا تو حضوری تو مغازه کارت میکشید و خرید میکنید، اون تنظیمگریش توسط شاپرک انجام میشه به نیابت از بانک مرکزی. امنیت این در واقع تراکنش ها به صورت کلان در سطح کلانش در نظر بگیریم توسط شرکت کاشف مدیریت میشه و نظارت میشه و شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز تا حد زیادی ارائه دهنده تخصصی در واقع سخت افزارهای تخصصی بانکی هستش که به خیلی از بانک‌ها سرویس میده و از اون ورم شرکت خدمات انفرماتیک نوین کیش هستش که بخش زیادی از کور بانکینگ و بقیه سرویس ها رو به طور خاص به بانک مرکزی میده. اینا هلدینگ های در واقع شرکت های فناوری هستن که تو زیر مجموعه شرکت ملی انفرماتیک کار میکنن و اثر کارشون، اینطوری بگم، اثر کارشون بر مجموعه اون اکوسیستم بانکی زیاد هست. شرکت های فناوری و بانک ها فرقی نمیکنه. ولی خب اینا بازیگرای کلیدی بودن، منتها چه کار دارن میکنن و من یه توضیح خدمتتون میدم. این سمت راست پایین نگاه کنید، همتون ساتنا، پایا و پل رو اسمشو شنیدید. اینا همه سامانهایی هستن که همین شرکت خدمات انفرماتیک ارائه میکنه، جایی که من کار میکنم. ساتنا برای انتقال مبالغ بزرگ هست، بین در واقع تجاری هست دیگه، که تصفیه ناخالص آنی هم هست، یعنی هم موقع پول منتقل میشه. پایا هستش که با مبالغ کمتر ولی به صورت آفلاین، یعنی در طی زمان بندی اون پول منتقل میشه. و پل هم هستش که پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستش که سرویسی هستش که از اون دوتای قبلی یه مقداری جدیدتر هست. خیلی سال پیش تمام کارهای شاپرک عملاً در شرکت خدمات انفرماتیک انجام میشد و
بانک مرکزی به این نتیجه رسید که باید یه شرکت مستقلی واسه این قضیه بزنه و شاپرک رو تأسیس کرد و مدیریت پرداخت‌های آنلاین و کارتخوان‌های فیزیکی رو داد دست شاپرک. هرچند که بخش زیادی از در واقع عملیات شاپرک هنوز در شرکت خدمات است. و البته چیزی که حتما اسمش رو شنیدید شبکه شتاب هستش که بانک‌های مختلف رو در واقع از نظر کارت به هم وصل میکنه و شما حالا مثلا وقتی توی ATM میریم از با کارت بانک ملی تو ATM بانک صادرات به بانک پاسارگاد پول منتقل میکنید، همه اینا در واقع کارهایی هستش که شبکه شتاب داره انجام میده. تا الان نسل‌های زیادی از در واقع انجین های شتاب رو توی شرکت خدمات ما تولید کردیم، آپگرید کردیم. الان فکر کنم 7 تا 8 تا نسل الان گذرونده و همینجور داره پرفورمنسش هم بهتر میشه. ولی خب زیر ساخت فقط اینها نیست. کارت های بانکی و مدیریت اون در واقع پوز بهش میگن، پوینت آف سیل، که انجام میشه، همون دستگاهی که میرین روش کارت میکشید، در واقع خودش بخشی از زیر ساخت هست. اون شبکه ارتباطی که اینها رو به هم وصل میکنه خودش بخشی از زیر ساخت هست. سامانهای پرداخت آنلاین که ما بهش IPG میگیم، این اینترنت پیمنت گیتوی هم همینطور هست و اپلیکیشن هایی که دارید میبینید. بنابراین ما داریم راجع به یه مجموعه زیرساختی که همه اینا که توضیح میدم از 0 تا 100شون فناوری اطلاعات هستن. یک مجموعه سرور، مین فریم، شبکه‌های ارتباطی هستش که و نرم افزارهای خیلی پیشرفته هستش که در واقع این سرویس ها رو دارن ایجاد میکنن. ولی خب فقط شرکت خدمات یا بقیه شرکت‌ها که من توضیح دادم نیستن. تعداد شرکت‌های خیلی خوبی که تو این زمینه کار میکنن زیاده. حالا من این تقسیم بندی خودم اسمشو گذاشتم توانمندسازها. شرکت‌هایی هستن که راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری به بانک‌ها میدن. شرکت‌های خیلی خوبی مثل توسن، فناب، داتین، اینا شرکت‌های خیلی معظمی هستن، جای خوبی واسه هستن که شما تشریف ببرید اونجا کار بکنید. به خیلی از بانک‌ها اینا دارن سرویس‌های کور بانکینگ، سویچ یا خیلی سرویس‌های دیگه میدن که در واقع اثرشون هم توی اکوسیستم خیلی قوی هست. فینتک ها هستن. در واقع میتونم بگم فینتک رو میتونیم اینجوری بیان بکنیم که استارتاپ هایی که در زمینه فناوری های مالی دارن کار میکنن، پرداخت و مالی کار میکنن. آپ، دیجی پی، اسنپ پی، اینا تو من حتما اسمشون رو شنیدید. اینها مجموعه فینتک هایی هستن که توی فضای اکوسیستم بانک و پرداخت دارن کار میکنن و البته مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ای هستن که اکثرا توسط بانک ها در واقع تأسیس شدن و اینها میتونم بگم مراکزی هستن که کسی که اگه ایده‌ای داشته باشه، استارتاپ هایی که تازه میخوان شکل بگیرن یا شکل گرفتن میخوان یه استیج قوی تر بشن و کسب و کارشون رو توسعه بدن، به مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ها مراجعه میکنن، ازشون حمایت میکنن و در واقع سعی میکنن بیزنس اونها رو توسعه بدن. که اینا خودش این ماجرا خیلی شیرینیه که حالا اگه فرصت شد میشه توی ارائه دیگه خدمتتون من بگم. ولی ببینید همه اینا که گفتیم، من فقط چند تاشو اسم بردم. این نقشه اکوسیستم فینتک ایران حالا آخرین ورژنش که دست من رسیده است، میبینید که یک ترکیب خیلی پیچیده از تعداد زیادی از شرکت‌های کوچیک و بزرگ هستش که اینا هم با هم ارتباط دارن، به هم سرویس میدن و در نهایت چرخ صنعت بانک و پرداخت ایران رو میچرخونن. این به نظر من کیورد خوبیه. اینو سرچ کنین، اکوسیستم فینتک ایران. بعدن که میخواین اگر خواستین دنبال کار بگردید، این کیورد خوبیه که شرکت‌های جدید رو با این کیورد بتونید پیدا بکنید. خب من تا اینجا اگه سوالی دارید بنویسید، من یه مقدار روشن شم ببینم که چه چیزایی تو ذهنتون هست. شاید همونجوری که دارم بقیه‌شو توضیح میدم بتونم لای حرفام سوالات شما رو هم پاسخ بدم. اگه سوالی هست بنویسید، من اینجا حداقل بخونم ببینم که چی تو ذهن شماست.
میکروفونم بسته بود، ببخشید داشتم صحبت میکردم. آیا عبدی سوال شما رو خوندم، چشم، درست، سوالتون درست هست. PSP رو براتون توضیح میدم، هوش مصنوعی رو توضیح خواهم داد. فرد حقیقی چگونه فریلنس میشه، این نکته نداره، باشه چشم، یادم بندازید حتما صحبت میکنم راجبش. تحلیل داده رو توضیح میدم، بله سوال خوبی هست، حتما خدمتتون توضیح میدم. بازم هست، ببینم ما که تو صنعت کار میکنیم هم اگه میشه آینده چشم، حتما. خب بریم جلو. من سعی میکنم لای حرفام حالا اگه یادم باشه بخشی از سوالات شما رو پاسخ بدم. حالا چرا اصلا این صنعت فکر میکنید صنعت خوبیه؟ چرا باید بیایم تو این صنعت کار بکنیم؟ خب ببینید، بازی ماینکرافت رو نمیدونم کیا رفتن یه به علاوه بزنید ببینید چند نفر به این بازی آشنا. ببینید بازی ماینکرافت بازیه که آفرین قبوله. منم ماینکرافتی ام. هر شب خدمتتون که مطمئن باشین. والا من نمیگم بهترینه. فریلنسریش نه که نمیتونم حالا ترتیب همه چی رو به هم بزنم، ولی حقیقتش اینه که اجازه بدید حالا چشم صحبت میکنیم. من نمیگم بهترین صنعته، من دارم خوبیاشو میگم، قطعا هر چیزی بدیاشم داره، هر چیزی ایدئالی وجود نداره. خب بریم جلو. ببینید با این صنعت یه جورایی اگه خوشبین بهش نگاه کنیم مثل بازی ماینکرافت میمونه. یعنی میتونید خیلی چیزها رو، مفاهیم جدید و خیلی سرویس های جدید رو از صفر شروع بکنید. یعنی از هیچی میشه شروع کرد. حالا اینه که یه فرد باشه به صورت یه کارآفرین، یا در یه شرکتی دارید شما کار میکنید، حالا یه مسئول جدید بدین، به هر دوتاش ممکن هست. دلیلش هم اینه که کلا بانک ها به سمت دیجیتالی شدن میرن، از حالت سنتی دارن خارج میشن، نفوذ موبایل و اینترنت و اینها زیاد شده، اپلیکیشن ها همه ارزشش رو متوجه شدن و یه روش های جدیدی واسه در واقع خرید همینجور هی داره شکل میگیره که حالا من سعی میکنم تا اونجایی که بتونم در اسلاید های بعدی هم خدمتتون نشون بدم. بنابراین من میخوام بگم این فرصت تو این صنعت وجود داره که یا به صورت کارآفرین یا به صورت چیز یا به صورت شرکتی یک در واقع خدمات، محصولات، سرویس های جدیدی ایجاد بشه. بنابراین این خودش وقتی داره فناوری مالی داره رشد پیدا میکنه، یعنی فرصت های کاری بهتر و جذابتری احتمالاً پیدا بشه. میبینیم دیگه، الان ما داریم اینو میبینیم که تحول دیجیتال تو بانکداری نوین داره همینجور خودشو به صورتهای مختلف داره نشون میده. ما نمیدونم چند نفر اومدن از احراز هویت دیجیتال و امضای الکترونیک استفاده کردن. این چیزی که در چند سال اخیر وارد چیز شده، به طور خاص احراز هویت بیومتریک و اینها رو بعد کرونا دیدیم دیگه، توی چیز خیلی خوب اومده، توی صنعت بانکی هم حتی وارد شده و خیلی خوب جای خودش رو باز کرده. و این تکنولوژی‌های جدید باعث میشه که فرصت‌های جدید کاری یا فرصت نوآوری برای شما ایجاد بشه که بتونید کارهای جذابتری رو انجام بدید در محل کارتون. یک مفاهیم جدیدی وارد شده توی صنعت بانکی. اوپن بانکینگ رو من جلوتر یه ذره خدمتتون نشون میدم، توضیح میدم که اوپن بانکینگ چی هست. بانکداری باز اینه که یک مجموعه API هایی رو بانک ها ارائه بکنن که بقیه شرکت ها از جمله فینتک ها، از جمله استارتاپ ها بتونن ازشون استفاده بکنن. همین BNPL یا Buy Now Pay Later که شما دیدید دیگه، خیلی جاها دیدید که الان میگن الان بخر بعدم پولشو بده. الان به قول خارجی ها با زیرو داون پیمنت برو خریدتو انجام بده. اینها چیزی که الان آینده خیلی بزرگی داره، ما تازه تو شروعش هستیم و بعداً برای مبالغ و خریدهای بزرگتر هم اتفاق خواهد افتاد. این برداشت من هستش که تو این صنعت بنابراین جای رشد زیادی داره. هوش جداری، دوستان که از تحلیل داده صحبت فرمودند، اینجا یکی از فرصت‌های خیلی خوب برای نوآوری در این صنعت هست و واقعاً جاش خالیه. من به نظر من الان تا هنوز
به خوبی تو این زمینه توی صنعت بانکداری استفاده نشده. بانکداری فراگیر در واقع به عنوانی میگن که الان تو ایران هم در واقع باب شده این عنوان، این مفهوم این هستش که ما یک کار بکنه که بانکداری حتی برای اقشار محروم، حتی برای اقشاری که مستقیما به بانک دسترسی ندارن، بتونن تا حدودی از سرویساش استفاده بکنن. این قضیه اینه که در سطح بانک مرکزی حتی قضیه رشد پیدا کرده، ریس شده و بانک ها دارن به سمتی میرن که جوری سرویس بدن که ماکسیموم تعداد آدم ها رو پوشش بدن. این خودش نیاز داره به روش های جدید، ابداعهای جدید و نوآوری تو این زمینه. بانکداری نهفتم یه مفهوم خیلی جالبیه که ترند جهانی هست، البته نه فقط در ایران. این امبدد بانکینگ بهش میگن. یعنی شما مثلا فرض کن یه جایی داری، این که دیدین توی اپ میرین، این اپ پرچس داره، یعنی شما توی یه اپی، تو همون اپ میتونی خرید بکنی بدون که از اون اپ بیرون بیای، همونجا میتونی خرید انجام بدی. به این میگن بانکداری نهفته. یعنی شما توی بیزنس دیگه هستی، داخل اون بیزنس از یک سرویس بانکی، حالا ممکنه پرداخت باشه، ممکنه وام باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه، استفاده بکنی. به این میگن بانکداری نهفته. این هم در واقع یه فرصت خیلی قشنگی هستش که تو دنیا بانکداری داره به سمتش میره و اتفاقا تو ایران فرصتش هست که این ابزارش هستش که میتونیم واردش بشیم. بیشتر توضیح بدین منظور من از این که هوش تجاری جلوتر میرم. آره جلوتر میرم راجع به هوش تجاری، بیزنس اینتلیجنس، تا اونجا که فرصت باشه حتما صحبت میکنم. چشم. خب بذار ببینم ساعت چنده. خیلی خوب. و از همه که بگذریم، یکی از بهترین فرصت‌ها واسه نوآوری تو این صنعت، کلا همه صنعت‌های آیتی و به طور خاص بانکداری، امنیت هست. ببینید ما هیچ سیستم آیتی بیس، مثلا هرچی از همین لپتاپی که من دارم با شما دارم صحبت میکنم، نداریم که ما بگیم که این سیستم نگرانی امنیتی راجبش نداریم. اصلا امنیت مطلق وجود نداره. اصلا من میتونم بگم آقا security is just a joke، امنیت یه جوک، بیشتر از این نیست. اگه خیلی داریم بهش فکر میکنیم میخوام 100% امن باشیم، نه، یه هم چیزی وجود نداره. من فقط میگم باید تلاشمون رو بکنیم که به اندازه کافی سیستمایی که داریم استفاده میکنیم امن باشه، سیستم آیتی که داریم استفاده میکنیم. وقتی که حرف پول میشه، به قول دوستمون پول است، جون که نیست که، پس مهمه، پس باید بریم و مواظب باشیم که امنیتش رو دو چندان محکم بگیریم. وقتی که میگه بانک هک نشه، حساب مردم هک نشه، شما حتما راجع به این چیزا زیاد شنیدید. این روزا حملات فیشینگ به موبایل مثلا مردم خیلی زیاد میشه، حتما این پیامک‌های پلیس فتا رو دیدید دیگه. بنابراین ببینید در سطح کلی صنعت بانک و پرداخت، امنیت یکی از امنیت سایبری البته یکی از مهمترین مسائلی هستش که باید بهش رسیده بشه. نیاز به نوآوری داره، نیاز به نیروی تازه نفس داره، نیاز به تفکر جدید داره، نیاز به ابزارها و فناوری‌های جدید داره. اینم یه فرصت خیلی خوبی هست که تو این صنعت وجود داره. و دوستان ما سوال کرده بودن هوش مصنوعی در خدمات بانکی بسیار بسیار الان جای کار داره و بسیار فرصت‌های خوبی براش متصور هستید. من جای توضیح بدم راجع به هوش مصنوعی. دقت کنید دوستان، الان یه مدتی هستش که این هوش مولد یا همون جنراتیو AI اومده، از سال 2020 تا الان هوش از سر دنیا برده و همه توجه ها رو جلب کرده به بحث هوش مصنوعی و تقریباً تو هر دکونی برید راجبش صحبت میشه و میگن قرار دنیا رو به هم بریزه اینا. ولی ببینید وقتی که میایم و در عمل نگاه میکنیم کف کار، میبینیم خب تو هر صنعتی اثرش چیه. الان شما بانکی رو پیدا نمی‌کنی که به دنبال یه چتبات واسه مثلا خودش نباشه، حالا یا چتبات تخصصی واسه یه کاری، یا چتباتی که مثلا چه می‌دونم واسه به موبایل بانکینگشون مثلا جواب مشتری‌ها رو. بد نیستیم، منتها این تحول عمیقی که قرار هوش مصنوعی در بانک‌ها اجرا بکنه نیست، ایجاد بکنه نیست. اون تحول عمیق موقعی پیش میاد که بانک‌ها توی هسته مرکزی استراتژیشون هوش مصنوعی داشته باشن و اونجاست که ببینید دوستان این قضیه تحلیل داده، هوش تجاری
اینا همشون با هم در واقع یکی میشن. میشه استفاده به جا و درست از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایندهای بانکی. اونجایی که شما میخواید برید بانک وام بگیرید، باید دیتا به اندازه کافی تحلیل شده باشه که شما معطل نشید و 100 تا مدرک نداشته باشید. اونجایی که شما مثلا فرض کنید حالا بانک، اون امبدد بانکینگ رو یادتون بیاد، بانک مثلا فرض کنید با یه مجموعه از تجار همکاری استراتژیک داره و برنامه وفاداری و پاداش هوشمند داره برای خرید و پاداشاتون. همه بانک‌ها اکثرا دارن. مثلا این ایران کارت مال بانک آینده است، یا بانک مثلا سامان از طریق بلو داره با یه سری از تجار داره این کار رو انجام میده. اینا همشون دیتای شما با تحلیل بشه و بر اساس خریدها و میزان ورود و خروج پول به حساب شما باشه، به شما اعتبار بده یا به شما پاداش بده. اینا همش تحلیل میخواد دوست من. و مثلا یه مورد دیگه که میتونم بگم مدیریت مالی شخصی هست، یا همون Personal Finance Management که PFM به اصطلاح مشهوره. این هنوز بانک‌های ما نتونستن یه PFM درست دست مشتریاشون بدن. هست تا یه حدودی، ولی باز خوب نیست که من بتونم یه پنلی داشته باشم نگاه کنم مثلا من چجوری دارم هزینه میکنم، چجوری دارم تو زندگیم دارم درآمدی که دارم حالا از هر مسیری که از صرف چه چیزایی میشه، چطور میتونم مدیریتش کنم که یه چیزی رو زیادی خرج نکنم یا حتی کمتر خرج نکنم. بنابراین این هوش مصنوعی اینجا به شدت میتونه به تو صنعت بانکی کمک بکنه. اینجا جاهاییه که حتی روش کار زیادی هم حتی انجام نشده. خب ببینید یه فرصت‌های دیگه‌ای هم هستش که این شکل رو من گذاشتم که بگم یه سبدی از نوآوری در واقع وجود داره، فقط یک نوآوری خاص نیست. ببینید الان پرداخت‌های آنی اینستنت پیمنت که مثلا فرض کنیم پل سیستم جدیدی که اومده همون اینستنت پیمنت، این که حساب به حساب است، اینها یه فرصت‌هایی که قبلا نبوده. الان پل چند سال اومده اصلا درست هنوز ازش استفاده نشده. این یه پتانسیل خیلی بالایی داره که بشه سرویس های جدید بر اساس این داد. الان یه سیستم های پرداخت جدیدی اومده که سویفت، نمیدونم دوستان چقدر باهاش آشنا هستن. سویفت یه سیستم بین المللیه که میشه باهاش بین بانک های کشورهای مختلف پول پرداخت کرد و تقریبا الان یه قالب یک در واقع سرویسی هست که به طور غالب در دنیا داره اکثر بانک‌ها استفاده میکنن. ولی حقیقتش اینه که الان رقیب‌های جدیدی دارن براش میان که بانک‌ها به صورت بین المللی بتونن بله بازرگانی زیاد استفاده میکنن. ولی الان سیستم های جدیدی اومدن که میتونن جایگزین سویفت بشن و تعامل بین بانک ها رو اصلا کلا جابجا کنن. شما نمیدونم با ریپل آشنا هستید؟ ریپل یه سیستم در واقع بلاک چین بیسته که داره اصلا تقریبا رقیب جدی یه استارتاپ بود. خب الان شده رقیب جدی سویفت برای انتقال پول بین بانک‌های در سطح بین‌المللی. و به طور خاص البته در کشور ما زیرساخت‌های ابری به شدت، یعنی بانکداری تشنه زیرساخت‌های ابری هست برای بانک و پرداخت. و ابر وقتی که اومد و الان داره میاد وارد سیستم‌های بانکی بشه، خودش یه بستر ابری، بستر واسه نوآوری خواهد بود در این. بنابراین می‌بینیم که از ابعاد مختلف توی این صنعت فرصت واسه نوآوری زیاده. نوآوری وقتی میخوایم انجام بدیم آدم جدید میخوایم، فکر جدید میخوایم، تکنولوژی جدید میخوایم، ابزارهای جدید میخوایم. پس بازار تشنه میشه واسه نیروی تازه نفس. پس ببینید ما با یه بازار کار فعال و پویا طرف هستیم. بازاری که پویا منظورم همچین تغییر میکنه، چیز ثابتی نیست که بگیم فقط اینو میخوام. ببینید برای نیروی متخصص تقاضا زیاده در سیستم‌های، در اکوسیستم بانک و پرداخت. حالا چه شرکت‌های بزرگ چه شرکت‌های کوچیک، شما بستگی به کارتون میتونید تو بزرگترین شرکت‌ها در ایران کار بکنید وقتی که دنبال کار میگردید. البته اگه نخواین کارآفرین بشید. من یه مثلا یه تک مضرابم به اون ارزم بزنم که اول خدمتتون گفتم. بله به استارتاپ و ارز دیجیتال هم داره. بله عرض شود خدمتتون که
مسیرهای شغلی متفاوتی میتونید داشته باشین که حالا من چند تا مثالش رو خدمتتون توضیح میدم. و البته یکی از دوستامون سوال کرد آیا مسیر شغلی پله ترقی فقط مسیر مدیریتیه؟ نه، حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، سوالای کاملا به جایی هست. تا اینجا دوستان اگه سوالی دارن بنویسن، من شاید توی بقیه صحبت هم یه توضیح خدمتشون دادم. خب ایراد نداره، من 2 قلوب چای خوردم صدام باز بشه. خب حالا بریم سراغ شاید برای خیلی از دوستان شما اصل مطلب. کدوم رشته ها میتونن بهترین در واقع موفقیت توی این چیز داشته باشن، توی این صنعت داشته باشن؟ خب ببینید، بریم سراغ رشته‌های مهندسی و فنی. بلاکچین بیشتر توضیح بدم. ببینید، یک دوستان که بلاکچین اگه چیز هستن، فکر میکنم 11 اگه اشتباه نکنم، از دوستان آکادینو سوال بفرمایید یا توی همین ایونت یه سرچ بفرمایید. فکر میکنم واسه شنبه اگه اشتباه نکنم، هفته بعد، خیلی مطمئن نیستم، یه ارائه آکادینو داره مخصوص بلاکچین. حتما اون رو برین. دوستانی هم که ارائه میکنن من میشناسم و بسیار مسلط هستن به این موضوع. حتما اونجا تو اون وبینار شرکت بکنید. من سوادم در زمینه بلاکچین 1/10 اون دوستان هم نیست. هر شب خدمتون که رشته‌های مهندسی و خواهش میکنم رشته‌های مهندسی شاید بگم بیشترین جذب رو در صنعت بانک و پرداخت دارن. خب من وقتی دارم راجع به زیرساخت‌های عرض میکنم خدمتتون که زیرساخت‌های وسیع آیتی داره استفاده میشه، طبیعتاً اولین چیزی که به نظرتون میاد اینه که تو حوزه نرم افزار باید شغل زیاد باشه. بله هست، در سیستم‌های امنیتی زیاده. کسایی که وارد این رشته میشن، حالا چه به صورت این شغل میشن یا به صورت کارآموز یا به صورت در واقع حرفه‌ای به عنوان کارمند، مستقیما در واقع دارن با فناوری کار میکنن و توسعه میدن. توزیع شدگی، افزایش امنیت، تصفیه سریع، بله درست. هر شب خدمتتون که من خودم مهندس برق بودم، اومدم اینجا. خب ولی دارم تو بخش امنیت کار کردم، هم تو بخش در واقع شبکه، تو این 2 تا هم کار کردم. شما ببینید یک بخشی هستش که حالا من در آخر سر خدمتتون توضیح میدم که یه چیزایی هستش که تو دانشگاه به شما نمیگن و یه بخشی از این توانمندی رو شما به عنوان مهندس باید خودتون در خودتون ایجاد بکنید تا بتونید، حالا روشش هم ما صحبت میکنیم، تا بتونید که توی این صنعت موفق باشید. مهندسین صنایع کاربرد خیلی خوبی در این چیز دارن، در این صنعت دارند. شما فکر نکنید که فقط فنی به اینجا برمیگرده که مثلا حالا بشینیم یک زیرساخت آیتی رو توضیح بدیم. خدمتتون عرض کنم که بخش به طور خاص طراحی فرآیندها و مدیریت پروژه‌های بانکی یه بخش بزرگی که مهندس صنایع میتونن تو این زمینه کمک بکنن. خب شاید بعضی دوستان تعجب بکنند، ولی رشته ریاضی یک کاربرد خیلی خوب داره. منتها نه هر ریاضی. مثلا دوستانی که ریاضی محض خوندن شاید کمتر بتونن توی این صنعت کار پیدا بکنن، ولی دوستان ریاضی که دستی بر کامپیوتر دارند، کد زدن بلدند، طراحی الگوریتم بلدن، دقت کنید خود الگوریتم طراحی شما منظورم طراحی الگوریتم بلدن، با صنعت بانکداری آشنا هستند، میتونن مدل های مالی و سیستم های مالی رو مدل بکنن، پیش بینی بکنن یا اندازه‌گیری بکنن. اینها میتونن در موفق باشن تو این رشته و همینطور کسایی که آمار و علوم داده خوندند. منتها اینها نیاز هستش که
آشنایی با فرایندهای بانکی، با نیازهای بانکی، داده‌های بانکی و کسب و کار داشته باشن تا بتونن برای خودشون و البته اون سازمانی که توش کار میکنن مفید باشن. دقت کنید حتی رشته‌های مدیریتی و علوم انسانی هم توی این صنعت جاهای خوبی میتونن داشته باشن. خیلی از شماها الان شاید یا MBA گرفته باشین، مدیریت به چه صورت توضیح میدم تا اونجا که فرصت باشه خدمتتون توضیح میدم. حتما عرض شود خدمتتون که ببینید خیلی از شما ممکنه رشته MBA خونده باشید، مدیریت کسب و کار خونده باشید. نکته اینه که MBA یه جورایی بعد از لیسانس حساب میشه. حالا بعضی جاها مدرک فوق لیسانس میدن، بعضیا فقط یه دوره گذروندی. حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که چی یاد گرفتی. ولی شاید از همه اینا مهمتر این باشه که بیست چی بوده. اگر شما یه MBA هستی که یه مدیریت کسب و کار خونده که مثلا بیست مثلا یه رشته لیسانست منظورمه مثلا فرض کن مکانیک باشه، احتمال اینه که توی سیستم بانک و پرداخت کارگیر بیاری کم هست. ولی اگه مهندسی کامپیوتر خوندی، حالا MBA هم گرفتی، من فکر میکنم قاعدتا باید این بانک ها و PSP ها و کلا این شرکت های هولدینگ های فناوری باید شما رو دست ببرن به نظر من. و همینطور در مورد کسایی که علوم اقتصادی خوندن، اگر رشته تحصیلی کارشناسی مرتبط باشه دیگه، منظور من این که رشته کارشناسیتون مثلا بله یکم هم برامون فرق مهندسی کامپیوتر علوم کنه. خب ببین علوم کامپیوتر البته خب میگم الان خارج از این خارج از این بحث ما هست، مثلا علوم کامپیوتر بیشتر بحث ریاضی و الگوریتم و اینها هست. بخش برنامه‌نویسی و تکنیک‌های برنامه‌نویسیش کمتره، بیشتر دوستان علوم کامپیوتر ریاضیدان هستن تا برنامه‌نویس. خب و یه نکته‌ای که من خدمتتون بگم، ببینید مالتی دیسیپلین بودن نه فقط توی این صنعت، هر جایی مالتی دیسیپلین بودن ارزش خیلی زیادی داره. جایی باشید که تقاطع چند نوع دانش هست. مثلا مثالی که توی اسلاید قبلی من خدمتتون کردم، تقاطع مدیریت، مبانی مدیریت در مورد آینده شبکه با توجه به هوش مصنوعی. حالا یک کوچولو اگه فرصت شد صحبت میکنم، چشم. باید ببینم وقت چقدر یاری میکنه. عرض شود خدمتتون که بنابراین جایی که تقاطع رشته‌های مختلف هست شما میتونید بسیار موفق باشید. اصطلاحاً بهش میگم مالتی دیسیپلینری. در کل دنیا اصلا آدمای مالتی دیسیپلین موفق هستن. کسی که مثلا فرض بکنید که هم علوم داده بلده هم بیولوژی بلده، اصلا خوبه. ما یه رشته‌هایی داریم به اسم مثلا کامپیوتیشنال سل بیولوژی. خب این کسی که همچین تخصصی ترکیب بیولوژی و مثلا محاسبات بلد باشه، مثلا فرض بکنید که هوش مصنوعی بلد باشه، اصلا تو خارج رو دست میبرنش. اینجا هم حالا به قیاس همین من خدمتتون عرض بکنم، کسی که یک یا چند تا مهارت رو بتونه با هم داشته باشه. حالا من اینجا مثال‌های مدیریتی زدم، کسی که هم سخت افزار رو عمیق بفهمه هم نرم افزار مثلا، این خیلی میتونه مفید باشه. کسی که اصلا فراینده بانکی رو خیلی خوب بلد باشه، برنامه‌نویس خوبی هم باشه. اینها آدم‌های ارزشمندی هستن. بنابراین بدونید این رو که چند رشته‌ای بودن یه جاهایی میتونه خیلی به نفعتون باشه. خب حالا من یه چند تا مثال بتونم برای شماها بزنم و بگم که چقدر میتونید، چه رشته‌هایی احتمالاً چه فرصت‌هایی واسه شما وجود داره. نوشتین کارشناسی مدیریت و دوره‌های آزاد برنامه‌نویسی، یادگیری ماشین با هم میتونه کار ببره. چرا نداداش؟ خیلی هم خوب. حتی مهسا خانم ببخشید، چرا حتما میتونه مفید باشه. خب حالا ببینیم که فرصت‌های شغلی، مهارت مورد نیاز چی میتونه باشه. ببینید این هایی که من خدمتتون دارم عرض میکنم همه مثاله، فقط بس اینه که شما یه حسی بگیرید از اینکه چه جور کارها و چه جور
نقش هایی میتونید داشته باشید. وگرنه بخوام لیست بدم، لیست نقش ها و تخصص های فنی خیلی میتونه طولانی تر از این حرفا باشه. روخونی نکنم، از این یکی دوتا اسلاید میخوام سریع برگردم خودتون مطالعه بکنید. ولی دوستانی که راجع به هوش مصنوعی سوال کردم، الان همه بانک ها اکثر چیز دارن به این سمت میرن، اکثر هولدینگ های فناوری دارن، فناوری بانک ها دارن به این سمت میرن. منتها هشدار، این یک موجه، یعنی یک موجیه که یه بخشش بیزنسه، یه بخشش هم ذهن آدم هاست که دارن سعی میکنن از این فرصت هوش مصنوعی استفاده کنه. این موجی اوجی داره و بعد میاد پایین و به یه واقعیتی میرسه. یعنی میگن یه توقعاتشون اول زیاد بود از هوش مصنوعی، زمان که میگذره تازه متوجه میشن که توقعاتشون تعدیل میشه. الان توقعات تو سقف نیست، ولی هنوز هم به نظر من نسبت به واقعیت یه مقداری بالا هست توقعاتی که از هوش مصنوعی دارن. با این وصف تحلیل داده مجموعاً بگم و هوش مصنوعی خریدار توی این صنعت زیاد داره. الان فرصت‌های خیلی خوبی وجود داره. پروژه بلاک چین هم که من عرض کردم به زودی یک در واقع وبینار دیگه هست، حتما توصیه میکنم که برید و مطالعه بفرمایید. خب فقط نقش فنی هم نیست، نقش‌های مدیریتی و کسب و کاری هم هست. ولی ببینید شما باز مثلا ممکنه مدیر پروژه، یه پروژه فناوری اطلاعات میتونه باشی، مخصوصا برای دوستانی که تجربه کاری ندارند یا کم دارند، اینطور نیست که شما هم اول یه جا بیاد شما رو به عنوان بگید خیلی خب من یه دونه مدیر شما به عنوان مدیر یه پروژه مثلا برای یه کار آیتی شما رو استخدام بکنه. قطعا با تجربه اجرای خیلی پروژه ها رو داشته باشید تا بعد مدیریت پروژه رو دست شما بدن. حالا من یه چند تا مثال بعداً برای شما میزنم که بدونید که مثلا مسیر شغلی، حرکت هایی که از یه نقشه شغلی به یه نقشه دیگه میخواید برید چگونه باید باشه. منتها اینها نسبتاً، این اسلایدی که دارم نشونتون میدم نسبتاً شغل های پیشرفته تری هست و اکثرا نیازمند اینه که قبلش شما یه مراحلی رو گذرونده باشید تا بتونید این نقش رو داشته باشید توی سازمان. خب وقتی که راجع به چیز فنی صحبت میکنیم قاعدتا شما باید یه مسائل فنی هم بلد باشید، باید برنامه‌نویس خوبی باشی، باید امنیت سایبری رو خوب بفهمی، باید بدون نفوذ امنیتی چگونه انجام میشه. خود باید یه هکر خوب باشی تو بتونی جلو هکرها رو بگیری، اینجوری بگم. با فناوری بلاک چین آشنا باشی، بدونی بفهمی اصلا API که داریم میگیم یعنی چی، که حالا بعداً راجع به بانکداری بازی صحبتی خدمتتون میکنم. و با کلاود آشنا باشی و بقیه مسائل که بیشتر خط آخر بیشتر ابزارهایی هستش که استفاده میشه. همه برای همینام کلاس و دوره است میتونید بگذرونید. برای اونهایی که احیانا تو دانشگاه نیست نمیگن. ولی دقت بکنید در کنار این مهارت‌های نرم، حالا باز عرض میکنم بعداً یه مقداری عمیق‌تر هم میشیم راجع به تو این موضوع، در کنار این مهارت‌های سخت میخوام مثل مهارت‌های نرم هم نیاز دارید. شما باید بتونید با مردم کار بکنید. شما اینطور نیست که یه پروژه‌ای رو وردارید حتی در شروع کار، در اولین قدمتون هستن. شما اینجوری نیست که بشین بگید خیلی خب من استخدام شدم توی فضای بسیط، توی حبابی انگار نشستید خودتون دارین کار خودتون میکنید. وقتی که وارد بازار کار شدید یعنی همینجور تعامل رو با مردم داشته باشید، یعنی هم خودتون رو باید بتونید مدیریت کنید هم بقیه رو. بنابراین یه مقداری مهارت‌های، یعنی دانش و مهارت‌های مجموعاً باید کسب بکنید، حالا یا در محیط کار یا بیرون محیط کار، که بتونید موفق باشید و مسیر شغلیتون رو پله به پله بالا برید. و غیر از اینها یک نوعی من خودم دسته‌بندی خواستم خدمتتون نشون بدم که بگم ببین بعضی مهارت‌ها هستش که دیده به آینده داره، دیده به اون لحظه‌ای که شما الان دارید کار میکنید، دیده به اون صورت مسئله‌ای که الان جلوی چشم شما رو دست شما است، مثلا کارفرما داده دستتون نیست. اینه که شما خودتون رو واسه آینده آماده بکنید. من اینجا 2 تا مثال زدم فقط. اینه که ببینید شما صنعت آیتی صنعتیه که تغییرات توش زیاده، بنابراین شما باید این توانایی رو داشته باشید. به طور خاص برای دوستانی که
در آستانه فارغ التحصیلی هستن و تو رشته‌های مرتبط آیتی یا مرتبط دارن درس میخونن عرض میکنن. شما باید یاد بگیرید که همینطوری تکنولوژی قراره به کدوم سمت میره و خودتون رو آپگرید بکنید. من این مثال بزنم براتون. من اولین زبون برنامه‌نویسی یاد گرفتم فورترن بود. اصلا من فکر کنم خیلی شما اسمش هم نشنیدین، شاید اسمش تو موزه فقط پیدا بکنید. ولی الان مثلا میشینم مثلا با پایتون کد میزنم، با سی پلاس پلاس هم زدم. چرا؟ برای اینکه همینجور که چیز گذشته، زمان که گذشته، سعی کردم هی ببینم روند آینده چی، خودم آپدیت بکنم. اگه شما این مهارت نداشته باشی تو این صنعت نمیتونی موفق باشی. نه فقط تو بانک، هیچ جا، وقتی تو آیتی کلا نمیتونه موفق باشی. حالا به طور خاص راجع به اگه بانک و پرداخت داریم صحبت میکنیم، من به عنوان مثال عرض میکنم. ببینید سیاست‌های بانکی و سیاست‌های سیستم پول پرداخت بانک و این چیزا یه چیز ثابتی نیست. اینها هم در حال تغییر هست و دقت بکنید این دو تا موضوعی که نوشتم، یعنی که اولی فناوری، دومی یه جوری مقررات و نظارته، این دو تا رو هم اثر میذاره. یعنی فناوری باعث میشه که سیاست‌های بانک مرکزی با سیاستاشو عوض بکنه و سیاست بانک مرکزی و سیستم‌های بانکی و مقررات یه مقداری استفاده فناوری و مهار میکنن. شما این تقابل این دوتا رو باید در واقع حس بکنید اگه تو این صنعت دارید کار میکنید. اگه دیدید تقابل این دوتا رو حس میکنید، اینو بدونید که پس روندهای فناوری و مسلطید، بدونید که تغییرات و سیاست بانکی هم خوب بلدید. اگه تقابل بین این دوتا رو حس نکردید، بدونید یه چیزی کمه، برید مطالعاتتون رو بیشتر کنید. خب یه موضوع دیگه که خیلی میتونه کمک بکنه، حالا بعد که توضیح هم شاید یه ذره بیشتر دادم، اینه که برای این کار هی بتونید چیکار کنید؟ تجربه عملی و یادگیری مداوم داشته باشید. اگه الان دانشجو هستین، پس سعی بکنید پروژه‌های عملی و نمونه کار برای خودتون داشته باشین. چگونه بالاخره هر درسی که دارین، درس سیستم عامل دارین، درس برنامه‌نویسی پیشرفته دارین، ساختمون داده دارین، نمیدونم ذخیره و بازیابی اطلاعات دارین، هر چی که دارین، این درس‌ها هر کدومش پروژه براش انجام بدید تا بتونید بعداً تو رزومتون اثبات بکنید که من بلدم اینها رو، و غیر از این تجربه داشته باشین برای خودتون، غیر از اثباتش، که بعداً بتونید استفاده کنید تو محل کارتون. خب خیلی از دوره‌های آنلاین هم هست که شما میتونید بگذارید و غیر از این، همونطور که در شروع این وبینار هم دوستان من در آکادینو توضیح دادن، ما کارآموزی داریم که میتونید بیاید و توی بخش‌های مختلف این صنعت وارد بشین به عنوان تازه فارغ التحصیل یا به عنوان دانشجو در بعضی جاها و تجربه کاری کسب بکنید. این خیلی ارزشمند هست، خیلی ارزشمند. حالا با فرض اینکه تونستید بیاید، من چه روی کردی داشته باشم که بتونم پیشرفت بکنم؟ اینا از جنس توصیه است که خدمت شما عرض میکنم. تا اینجا نکته‌ای هست؟ خیلی کلی صحبت میکنم، مثالا میاد، عجله نکن. چشم، درست میگی، باش. کارآموزی امریه، ببین من مسئول این کار نیستم، ولی شاید بعضی جاها داشته باشند. میدونم که بعضیا دارند. خب من هی سعی میکنم توی مثالای عملی تر جلوتر بیام که حس بهتری داشته باشید. ببینید وقتی اگه میخواین موفق باشین، از اول سعی کنید هدف داشته باشید و دقت کنید این هدف لازم نیست خیلی دقیق باشه ها. قرار نیست از فاصله دور یه نقطه رو نشون بزنیم، نقطه زنی به اصطلاح نمیخوایم بکنیم، ولی حقیقتش اینه که هر چقدر مبهم ولی باید هدف داشته باشیم. من بالاخره میخوام برم تو بخش امنیت یا میخوام برم تو بخش مثلا با داده بازی بکنم، کدومش؟ این حوزه ها حدوداً باید معلوم بشه. من فضای استارتاپی و فینتکی دوست دارم یا فضای شرکت بزرگ دوست دارم؟ هر کدومش خوبی بدیهای خودشو داره. باید راجع به این موضوعا فکر بکنید. چه جوری؟ برید سرچ کنید راجع به این شرکت ها، از کیورد هایی که مثلا توی این وبینار اومد. اصلا شما یکی از بهترین کارهایی که برای این زمینه میتونید بکنید اینه که تو همین وبینار شرکت کردین. الان تمام کسایی که تو این وبینار شرکت کردن یه جورایی شاید یه قدم به هدفشون نزدیکتر، شاید یه ذره بهتر بتونن هدفشون رو مشخص بکنن.
پس تحقیق بکنید، توی ایونت ها شرکت بکنید و البته با افراد با تجربه هم حتما مشورت بکنید. شاید بهتر بتونید حدودی بفهمید که به کدوم سمت می‌خواید برید، چی براتون هیجان انگیزه و جالبه. خب ببینید، همونطور که در قبل خدمتون عرض کردم، یه سری مهارت‌های فنی هست که بخش زیادش رو توی دانشگاه خدمت شما میگن. یه سری میتونم بگم توانایی‌های مدیریتی هست که برمیگرده با استفاده تجربه به دست میاد. شما نمیتونی با خوندن توان کار تیمی به دست بیاری، باید با تیم کار کرده باشی تا بفهمی چگونه با تیم میشه کار کرد. و البته مفاهیم مدیریت پروژه و مفاهیم مدیریت فناوری اطلاعات، بله اون مفاهیم هم تا حد زیادی با مطالعه و کلاس رفتن میتونی بهش نزدیک بشی. ولی حقیقتش اینه که مهارت نرم خداییش این یکی دیگه فقط با چیزه، با تمرین میشه چیز کرد. با کتاب خوندن آدم مهارت نرمش بهتر نمیشه. و حالا جلوتر باز توضیح میدم که مهارت نرمتون رو چجوری میتونید توسعه بدید. و همونطوری که بگم که تأسیس شرکت پرداخت یار نه PSP ایده خوبی هست یا اینکه کاملا اشباع شده؟ والا out of scope که من بخوام راجع به موضوع صحبت بکنم، من میتونم بگم که پرداختیارا الان مشکل زیاد دارند. یه مقداری بیشتر راجع به موضوع، من نمیگم اشباع شده، همیشه جا واسه نوآوری هستن، تو کلی توضیح دادم خدمتتون. تا اجازه بدید من بیشتر از این صحبت نکنم راجع به موضوع، ولی میدونم که الان یه سری مشکلاتی دارند. یک صنعت بلاک چین هم آقا محمد برو اون وبینار بعدی قشنگ برات توضیح میده. خواهش میکنم. عرض شود خدمتتون که باز هم تاکید میکنم تجربه عملی کسب بکنید. به آنچه که در دانشگاه دارید بسنده نکنید. اون چیزی که تو دانشگاه خدمت شما میگن، روش‌های مختلف، من دیگه میگم بازخونی نمیکنم، اینجا نوشتم، سعی بکنید از روش‌های مختلف این تجربه رو کسب بکنید. پشت کامپیوتر نشستن و پشت موبایل بازی کردن و حالا با دو تا دوستی که حالا دارین با هم رفیق شدید دور هم بودن تجربه عملی به دست نمیاره، مگر اینکه اینا تبدیل بشه به مثلا یه پروژه شخصی حتی واسه دل خودتون، مگر اینکه تبدیل بشه یعنی که یه پروژه تو دانشگاه با هم بردارید که هم کار تیمی کردید هم در واقع کار فنی انجام دادید. چه بهتر که اون پروژه مربوط به یه سیستم بانکی باشه. کارآموزی هم که توضیح دادم. یه نکته خیلی مهم، ما همه آدم هایی که الان اینا جمع شدیم شبکه‌ای، یعنی آدم های مرتبطی هستیم که با هم از طریق این وبینار با هم مرتبط شدیم که یا یه چیزی راجع به صنعت بانکی میدونیم یا دوست داریم راجع به این موضوع بدونیم. پس ببین همین الان شما با یه سری آدم آشنا شدی که دست کم علاقه‌مندن به این موضوع. خب شما اگه میخواین توی این در واقع صنعت کار بکنید، اگه میخواین توی این صنعت موفق باشین، یکی از پایه‌های موفقیت اینه که شبکه آدم‌هایی که توی این صنعت میشناسن و شما میشناسین رو بزرگ بکنید. هر چقدر بیشتر بشناسید، فرصت‌های شغلی بهتری با شما برای شما ایجاد میشه. لینکدین یه شبکه اجتماعی که توی ایران باز هم هست و بسیار در واقع به صورت گسترده داره استفاده میشه و اگر دنبال شبکه سازی هستید به صورت حرفه‌ای، یعنی شبکه سازی که مربوط به حرفه بشه، حرفهای فان گفته نمیشه، حرفهای فنی گفته بشه، هم خودتو در واقع پروموت بکنی و هم از بقیه بتونی ارتباط بگیری و استفاده بکنی، لینکدین جای خوبیه. خب بله، در کنارش شما میتونید توی نمایشگاه شرکت بکنین. این همه نمایشگاه بانکداری و اینها هست. همین چند وقت پیش دیدم حتی مرکز تقاعد مخابرات هم گذاشته بود، یه دونه بالای امیرآباد یه رویداد فینتکی گذاشته بود، خیلی جالب بود واسه من. نمی‌دونم اونجا هم از این کارا میکنن. شما میتونید اخبار اینا حتما تو دانشگاه پخش میشه، پستاراش هست، فالو کنید و شرکت کنید. آدم‌ها رو می‌بینید، هم دانشتون بالا میره تو این رویدادها که شرکت میکنید نسبت به سند، و هم آدم‌های جدید پیدا میکنید که بقیه‌اش هم توضیح دادم.
ببینید خیلی از PSP ها یا همون شاپ یا خیلی از کلان اعضای این اکوسیستم گواهینامه میدن. خیلی از دوره از شما سرچ بکنید ببینید چه دوره‌هایی رو میگذرونید. حالا ممکنه گواهینامه‌اش رسمی باشه یا فقط گواهی حضور باشه، مهم نیست. مهم اینه که شما سراغ این المان‌های اکوسیستم برید و توی دوره‌هایی که ارائه میکنن شرکت بکنید. و البته در کنارش یه سری گواهینامه‌های بین‌المللی هم هست که شما میتونید بگیرید. خب گواهی مدیریت ریسک، گواهینامه تحلیل ریسک، تحلیل ریسک، تحلیل کسب و کار میتونید بگیرید. گواهینامه پراجکت منیجمنت PMP. الان اگه شما یه گواهینامه PMP داشته باشید به عنوان پراجکت منیجر، خیلی در واقع فرصت‌های شغلی جدیدی تو همین ایران برات باز میشه. PMP شناخته شده است، CIS شناخته شده است، اینایی که خدمتتون میگم توی ایران. و البته اینها مثاله، همه اینایی که نوشتم مثال، غیر از اینا خیلی هست. من فقط مثال دادم میگم که هم گواهینامه‌های داخلی و هم گواهینامه‌های بین‌المللی تو این زمینه هست دوستان. من فکر کنم دوره حضوری هم زیاد باشه. اینم حالا ما قرار بود این دوره اصلا حضوری باشه، حالا به علت آخر سال یه اتفاقات دیگه توفیق شد که من آنلاین در خدمتتون باشم. نکته دیگه که من خدمتتون میتونم بگم اینه که خلاق باشید و سعی کنید هر جا که هستید، چه برای خودتون چه برای اون کارفرماتون، ایده های جدید بیارید. اینی که شما توانایی خلق ایده جدید داشته باشین در موفقیت شغلیتون به شدت اثر مثبت داره. به طور خاص به اون ماینکرافت یادآوری میکنم، یادتون بیاد. یعنی این صنعت یه جوریه که ایده های جدید میتونه هم خودتون رو بکشه بالا، هم سازمانی که دارید توش کار میکنید. بنابراین روی این موضوع هم کار کنید، مطالعه کنید روندا رو، ایده های خودتون رو با بقیه در مطرح بکنید، سعی بکنید به این شتاب دهنده و مراکز نوآوری که من خدمتتون عرض کردم سر بزنید، یه سرچ بکنید پیدا میشه. اینا هم همیشه درشون برای دانشجوها بازه. برید ایده هاتون رو باهاشون مطرح بکنید. خب تا اینجا اگه نکته‌ای هست بفرمایید، من شاید بتونم از وقت استفاده کنم. اگه نکته‌ای هست بفرمایید که در خدمت باشم. اوکی. خب بریم یه چند تا مثال بزنیم. ببین این مثالا که من دارم میزنم مثال ریل لایف. 3 تا مثال خدمتتون میگم. این مثالا من دقیقاً میتونم بگم فلانی، ولی خب اسم نمیبرم. خب ولی این چیزی که خودم شاهد بودم. ببینید، بذار من قبل از که مسیر رشد بگم ببینید من اینجا مدل قرارداد رو نمیتونم بگم. خب من واقعا نمیدونم الان نه در واقع حوزه این چیز هست، این وبینار هست و نه من اطلاع دقیقی دارم که بخوام خدمتتون بگم. ولی در مورد فریلنسری یه نکته‌ای وجود داره. بعضی از کارها به صورت فریلنسری داده نمیشه برای مسائل نگرانی‌های یا مالکیت معنوی کار یا امنیت کار. بعضی کارها به صورت فریلنسری داده نمیشه. یعنی بعضیش که میتونم بگم خیلی کارها، یعنی اینکه شما سراغ یه بانک بری یا یکی از این شرکت‌های فناورانه بانک‌ها بری یا هم مثلا شرکت ما بیه، شرکت خدمات انفورماتیک، بگیم مثلا من فریلنسرم این کارا رو میکنم، بخش زیادی از کارا رو به شما نمیدن، چون صنعت بانکیه، چون نگران امنیتشونن، چون نگران خیلی چیزای دیگه هستن. خب بنابراین شاید توی فینتک ها فریلنسری خیلی موفق تر باشه تا شرکت های بزرگ، من اینطوری میتونم بگم. خب یه سوال دیگه هم بود، این که شرکت های فینتک اولویت استخدامشون کارشناسی هست یا ارشد؟ فکر نمی کنم فرقی بکنه. من تا اونجا که میدونم فینتک ها اصلا شما دیپلم داشته باش. خیلی جالبه، من خیلی باشون برخورد کردم، میگن میبینم چی بلدی. بنابراین ببین چی بلدی، سراغ اگه چیزا میری فینتک ها میری. نمیدونم دانلود این فایل توی این سیستم مال این الوکام اگه باشه من خوشحال میشم که استفاده کنید، این فایل رو دانلود بکنید که به درتون میخوره. بین مؤسسه نرم افزار شبکه بودون
بهتره برای صنعت بانکی؟ حقیقتش اینه که نمیتونم بگم کدومش بهتره. شما به خودتون ببین این الان این از اون سوالاست که برمیگرده به اون فیلم پوارو. ببین اگه میخوای بدونی کدومش بهتره، کدومش واسه تو بهتره. خب کدومش واسه شما بهتره آقا مرتضی اگه درست خونده باشم؟ ببین کدومش بهتره برای شما. یک 0 و 1 فکر نکن. نگو که خیلی خوب چی میگن قاتل تو ایستگاه قبل پیاده شده. یه قضیه پیچیده است. یعنی شما من آدم میتونم الان مثال بزنم که اتفاقا الان میزنم، خب که شبکه وارد شده بعدم خیلی پیشرفت کرده. آدمم مثال میزنم که مهندس نرم افزار بوده خیلی پیشرفت کرده. بنابراین خیلی مهمه که نقش شما چیه و شما چطور میتونی خودتو پروموت کنی بری بالا. ادامه تحصیل مهمه دوستان، مهمه، خب ولی همه چیز نیست. خیلی بستگی داره به مسیر شغلیتون و اون در واقع علاقه های خودتون. حالا اجازه بدید این سوال آقای پارسا رو اگه بتونم بعداً توضیح بدم. خب من توضیح بدم که یه نفر که میتونم الان اسمش ببرم چجوری از برنامه نویسی، یه برنامه نویس جونیور بود اصلا، خب یه جونیور دیولپر بود، چطور تونست مدیر محصول بشه. مدیر محصول یعنی کسی که میشه والد اون محصول، پدر محصول، مادر محصول، یعنی کسی که هر کسی راجع به اون محصول کاری داره باید با ایشون هماهنگ بکنه و از ایشون نظر بخواد. کسی که حیات و ممات اون محصول دستشه. پس آدم مهمیه. خب فقط حالا اسمش مدیر محصول، یه منیجر اسمش هست ولی فراتر از منیجر، در واقع والد صاحب اون محصول حساب میشه. یه برنامه‌نویس جونیور بود توی شرکت در واقع نه خیلی بزرگی کار میکرد. حالا اینجا من مثال زدم ولی شرکتش خیلی بزرگی هم نبود. یه برنامه‌نویس جونیور بود کار میکرد ولی کارش درست بود. پس شد چیز؟ پس شد یه مهندس در واقع دیولپر سنیور شد. سنیور به سن نه، سنیور به تخصص. سنیوری که چقدر کار بزرگ میتونی بهش بدی. سنیور دیولپر یعنی که 4 تا جونیور دیولپر دارن زیر دستش کار میکنن، منتور اون 4 تاست. خب داره میگه چجوری برنامه‌ریزی میکنی. میتونن تا یه حدی بخشای پروژه رو بتونن بدن دستش، میتونن پروژه بزرگتر بدن دستش که کار بکنه. خب ولی به اینجا تموم نشد. بعد شد تحلیلگر سیستم. چرا یه دفعه یه سنیور دیولپر شد تحلیلگر سیستم؟ چون انقدر با سیستم های بانکی کار کرده بود، انقدر با مشتری اون شرکت آیتی در واقع که بانک میشد، انقدر با مدیران بانکی انقدر تعامل داشت که قشنگ نیازهای بانکی دیگه متوجه میشد. این آدم انقدر دانشش، چون دیگه شده بود یه آدم مالتی دیسیپلین، هم برنامه نویسی بلد بود هم سیستم بانکی رو بلد شد. وقتی که این دوتا عرض کردم تقاطع این دوتا دانش به هم برخورد کرد، این دیگه خیلی آدم گرونتری شد. دیگه نیاد سافر دیولپ کن، تو بیا ببین بانک چی میخواد، اون رو ترجمه کن برای چیزا، برای برنامه نویسا که اونها بتونن حالا دیزاین بکنن برای مشتری. و تو مرحله بعد انقدر نه فقط نیاز مشتری رو بلکه کسب و کار رو هم خوب فهمید. حساب کن کسب و کار رو میفهمه، نیاز مشتری، نیاز بازار و فناوری هم میفهمه. پس بهترین گزینه است که بتونه مدیر محصول باشه و حیات ممات اون محصول بدی دستش. خب این یه مسیر رشدیه که اون دوستان گفتن حالا مدیریت یعنی چی. ببینید اینجور نیست که مدیر بشی 4 تا آدم فقط زیر دستت باشن، که این یعنی که یک مسئولیت بزرگ رو بدن دستت که البته بخشش هم فنیه و بدون آگاهی فنی اصلا نمیتونی یه قدم جلو بذاری. خب این از برنامه‌نویس که شد مدیر محصول، یکی از رفیقای ماست. یه رفیق دیگه داشتیم تو بخش شبکه کار میکرد. اون دوستمون سوال کرده بود. خب هم روتر کانفیگ میکرد، هم در واقع یه جورایی کارشناس امنیت هم بود. یه آگاهی علاقه‌ای داشت که حالا که من دارم روتر کانفیگ میکنم ببینم فایروالش چجوریه، ببینم روش‌های، اصلا درس این بخشم نخونده، ببینم روش‌های حمله بهش چجوریه. خب اصلا رشتهش برق بود، رشتهش مثلا به طور خاص امنیت آیتی نبود ولی علاقه داشت، خیلی هم علاقه داشت. پس تو همون بخش شبکه رفت و در واقع عملا شد کارشناس ارشدشون، کارشناس امنیتشون.
از اون یه ذره جلوتر رفت، شد مسئول در واقع امنیت اطلاعات توی یه بخش دیگه‌ای که در واقع روی پروژه های امنیتی کار میکرد، روی استانداردهایی که باید پیاده سازی بشه در واقع کار میکرد. چگونه این استاندارد رو پیاده سازی بکنیم، فنیش هم بلد بود دیگه، پیاده سازی بکنیم. پس یه لول رفت بالاتر، ولی به اینجا تموم نشد. بعد شد مدیر امنیت اطلاعات یه شرکت. خب ایشون توی PSP بودن. خب مدیر امنیت اطلاعات شد و وقتی که بالاتر رفت شد مدیر ارشد امنیت اطلاعات که ما در واقع معاون مدیر عامل شد دیگه در زمینه امنیت اطلاعات. یعنی دیگه کلا استراتژی امنیتی سازمان بزرگ رو دستش دادند. خب این مسیر بود بدون اینکه آگاهی فنی داشته باشه و در کنارشون علاقه خودشو داشته باشه نمیتونست به اینجا برسه و آدم خیلی موفقی هم هست دیدم. یه مثال دیگه بزنم. یه بابایی بود که پروژه کار فنی انجام میداد، یه کارشناس بود توی بخش تحقیق و توسعه، ولی به علت علاقه خوبی که داشت توی این کار اومد و روی فناوری‌های خاصی گذاشتن این رو کار بکنه. گفتم ببین تو این کار عمومی نیست که حالا پروژه عمومی به تو بدیم، بیا به طور خاص روی این فناوری‌های پیشرفته کار کن. یعنی کسی رو گرفتن که هم چشش به آینده باشه هم وضعیت الان رو ببینه. جلوتر که رفت گفتن خب حالا یه 2 تا 4 تا پروژه بزرگ داریم، هم فنیشو بگیر هم یه کل مدیریت پروژه رو دستت بگیر. و البته رفت دانشش مدیر پروژهش هم توسعه داد، درسش خوند و اینها، دوره‌ای گذرون فکر کنم و عرض و خدمت که شد مدیر پروژه توی بخش تحقیق و توسعه. پروژه دستش دادن. چی رو پاسخ دادیم؟ امکان دانلود نمیدونم، تست کنید. تو این سیستم الوکام من آشنا نیستم، اگر بشه من خوشحال میشم که استفاده بکنید. اگرم نشد عرض کردم تو اون لینکدین اگه به من کانکشن ریکوست بدین حتما قبول میکنم، با خوشحالی قبول میکنم و اونجا هر چی خواستین براتون میفرستم. خب بعد ادامهش چی شد این آدم؟ بعد شد مدیر تحقیق و توسعه. یعنی توی بخشی این مدیر پروژه گفتن آقا انقدر کارت درسته، بیا کل این پروژه های، اصلا نه فقط یه پروژه، کل پروژه های آرندی رو دستت میدیم، تو باشو مدیر تحقیق و توسعه. شد مدیر تحقیق و توسعه سازمان. خب بعد باز کارش درست بود، شد مدیر نوآوری و فناوری اون سازمان. یعنی مفهوم فراتر از یه تحقیق و توسعه بشه، یعنی تمام بخش های اون سازمان زیر مجموعش شد، نه فقط بخش تحقیق و توسعه. و بعدش به علت آگاهی خوبی که نسبت به فرآیندهای سازمان پیدا کرد تو اون پوزیشن قبلش، فرآیندهای سازمان، افراد سازمان، نیازهای سازمان رو خوب شناخت، شد CTO شرکت که دیگه تمام هماهنگی‌های فناوری شرکت با این آدم انجام میشه. بنابراین ببینید این مسیر بازه، این آدمان واقعی‌اند. این گوی و این میدان شما هستید. منتها باز میگم پارامترهای موفقیت بستگی داره به هر کسی برای خودشه، باید اونها رو کشف بکنید در مورد خودتون، حتی به صورت کلی و عمومی. خب یکی از دوستان سوال کرده بود آینده چی میشه. من سعی میکنم اینجا تا حدی که فرصت باشه که داریم تا یه حدودی وقت در خدمت شما باشم. دوستان تا اینجا نکته‌ای هست که مثلا سوال کرده باشید من نگفته باشم یا سوال جدیدی باشه؟ یادم اومد یکی از دوستان راجع به PSP سوال کرده بود، گفت PSP چیه؟ خب ببینید PSP یک شرکته که یه سمتش به بانک وصله، یه سمتش به شاپرک وصله. به چه صورت؟ میگه آقا من تراکنش های کارتی که مثلا چیز میکنید، میرید توی بقالی چیز میکشید، میرید تو بقالی کارت میکشید، اونها اون دستگاه کارتخوان وصل به یه شرکت PSP که اون تراکنش ها رو جمع میکنه میده به شاپرک، از طریق شاپرک میره به اون بانکی که باش قرارداد داره، از حساب شما برمیداره واریز میکنه به حساب مثلا بقالی که خرید کردین یا مغازه که خرید کردین. به میگم PSP Payment Service Provider. خب این مفهومی که کل دنیا وجود داره، میتونید سرچ کنید، کلچر سرچ هم بکنید. پیشنهاد خودم واسه استارتاپ ها کدوم حوزه‌اش هست که ورود کنن؟ این از این سوالای میلیون دلاری اگه تونستی به منم بگو، شریک منم هستم. لینکدین چجوری درخواست بدیم؟ من یه چیز گذاشته بودم اون اولش، حالا
آخر چیزی که شد من دوباره اون چیزو میذارم، اون QR کد رو میذارم، این با موبایلتون اسکن کنید میره. خب بریم ببینیم آینده چیه. البته ببینیم من اینجا یه توضیح میدم. من همه چیز الان نمیتونم در مورد آینده بانکداری پرداخت خدمتتون عرض بکنم، ولی اون چیزی که فکر میکنم تو این فرصت محدود یه سرنخ‌های خدمتتون بدم، من الان تلاش میکنم که عرض کنم خدمتتون. خب ببینید در مورد سواد مالی چی گفتید؟ توصیه در مورد پورتفولیوی سرمایه‌گذاری. بابا آخه این خیلی خارج از چیزه، این خیلی خارج از اسکوپ این ارائه هست. من بخوام این رو توضیح بدم دوستان خیلی وقت میگیره بخوام توضیح بدم. اگه دوست دارید بعداً میتونیم راجع به این موضوع یه پیوی بدین توی لینکدین، حالا من تا اونجا که سوادم برسه خدمتتون توضیح میدم. مسئول مدیریت مالی اون پرسونال فایننس منیجمنت هست، اون خودش دنیایی داره که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، تخصصی داره که بخوایم صحبت بکنیم. من فقط سعی کردم بگم این مفهوم یکی از جایی هستش که میتونید خیلی نوآوری بکنید، در حد یک اشاره بود، ولی اگه دوست دارید بعداً میتونیم خیلی دقیق تر برای شما توضیح بدم اون چی که بلدم. خب ببینید بانک ها نمیتونن همینجوری که الان هستند بمونن، مجبورن عوض بشن. اتفاقا به علت اینه که پول توشه، مقاومت در مقابل تغییر تو صنعت بانکی اتفاقا خیلی زیاده. یعنی اگه بری به یه بانکدار سنتی بگی من مثلا یه کار جدیدی میخوام بکنم، قطعا مقاومت میکنه، به طور سنتی عرض کردم. منتها الان مدیران بانکی متوجه شدن که اصلا این یه انتخاب نیست، یک اجبار. این تغییرات باید به سمت تغییر کسب و کارشون برن. شما این چیزی که البته ما تو ایران اسمش رو گذاشتیم نئوبانک رو حتما دیدید. کیا مثلا فرض کن بلو دارن اینجا، یه به علاوه بدم میدم چند نفر اینجا بلو دارن، بلو بانک دارن. خب ببین بانک سامان اومد و آفرین، بانک سامان اومد یه مفهوم جدیدی رو اصلا ارائه کرد که بقیه بانک‌ها دیدن اوه چقدر عقبن. و البته من به عنوان یه مشتری میگم، تبلیغ نمی‌کنم، به عنوان یه مشتری هیچکدومشون نتونستن به خوبی اون کار کنن. من چند تای دیگه دیدم به باحالی اون نبود اینجوری بگم. ولی برای من مهمه که تو بازارم اولین باشی و بهترین باشی. حالا بگذاریم هر چه وقت بانک‌ها مجبورن به این سمت برن، نمیتونن نرن. بنابراین آینده بانک‌ها به سمت کم شدن تعداد شعبه، به سمت دیجیتالی شدن، به سمت اینه که تمام فرآیندها تا حد ممکن با هوش مصنوعی بره جلو. دیگه درخواست وام شما اینجوری نباشه که بری شعبه 100 تا مدرک بدی، نمیدونم چند روزم وقت تلف کنی که حالا مثلا بدن یا ندن. همه اینها قراره آنلاین بشه، همه فرآیندها قراره با هوش مصنوعی و با فناوری‌های مختلف دیجیتال در واقع جادهش صاف بشه. من بگم مثلا 10 سال پیش این موقع هیچکی فکر نمی‌کرد اصلا ممکنه تو بری یه حساب باز بکنی بدون که بری تو شعبه. تو اصلا تا حالا حساب نداری توی بانکی، بعد همونجوری پشت موبایل بخوای حساب باز بکنی برای اولین بار مشتری بانک میشه. اصلا یه هم چیزی مثلا نمیتونست تصور کنی. یعنی شما میرفتی به یه مدیر شعبه، به یه متخصص بانکی هستن، میرفتی بانک مرکزی از اون اداره نظارتش یا از اون اداره مقرراتش میپرسیدی، میگفت اصلا تابو بود، انگار حرف زشت زدی. ولی الان واسه ما عادی شده. بنابراین ببین دوستان متوجه شدن که باید تغییر بکنن. یه اشاره به خدمت شما بکنم به اونجا که تقابل بین فناوری و رگولاتور بود. اگر این رو خوب حس کردید یعنی پیشتازید. خب بنابراین بانک‌ها و تحول دیجیتال توشون هست، این قطعیه که این بخش زیادی از فرآیندهای سنتیشون میره و جدید میشه، تغییر میکنه. و در این تغییر هوش مصنوعی یا بلاکچین این دوتا اثر خیلی زیادی دارن. ببینید هوش مصنوعی یه بخشیش بهبود تجربه مشتری. حالا چتبات و دستیار هوشمند و من الان مثال زدم اینجا نوشتم که حالا بابه، ولی وقتی که شما مثلا بلو بانک رو میری و با یه تشخیص چهره شما لاگین میکنی، این یعنی هوش مصنوعی، یعنی بهبود تجربه مشتری. وقتی حتی ثبت نام میکنی، احراز هویت میشی با مثلا فرض کنید با
چون اثر انگشت، حالا نه فقط بگم تصویر یا هر چیز دیگه ای، اینا همشون توشون هوش مصنوعی داره کار میکنه، تجربه شما رو داره بهتر میکنه. غیر از این وقتی که شما دارید تراکنش بانکی انجام میدی، یعنی دارید داده تولید میکنی، جایی که داده هست یعنی طلا هست و هوش مصنوعی اونجا خوب میتونه عمل بکنه و تغییر بده فرآیند رو یا بهبود بده. بنابراین جای هوش مصنوعی تغییرات خیلی خوبی رو میتونه اگه عقلش داشته باشن، اگه انگیزش داشته باشن انجام بده در صنعت بانکی. بلاک چین هم که حتما شما خیلی شنیدید، توصیه میکنم برید چیز بعدی رو ببینید، اون رویداد بعدی رو. ولی بلاک چین هم جا داره که خیلی تغییر بده صنعت رو. تا حالا چقدر تغییر داده شما ببینید، از دیگه سر عمومی در سطح بین المللی ببینید، الان رمز ارزها شدند یه معضل واسه بانک مرکزی. آقا اجازه بدیم یا ندیم؟ بانک مرکزی اصلا الان چند وقت پیش دیدین دیگه، اصلا دست نگه استاپ همه رو نگه داشت، اصلا اینقدر در واقع نگران شد که بدونه چیکار کنه. و در حالت کلی مثلا من مثال زدم، گفتم ریپل یه استارتاپ بود که بلاک چین بیسد بود و الان سویفت رو واقعا به چالش کشیده ریپل و خیلی هم خوب داره عمل میکنه. بنابراین جا داره که به شدت سیستم بانک سنتی بانک رو در واقع بلرزونه. رسیدیم به اوپن بانکینگ. ببینید ما مثلا فرض کنید وصلید به سیستم آنلاین بانکینگ، حساب اینترنت، بانکداری اینترنتی که حالا مثلا یه 10-20 سالی از تو ایران هست، وصلین و مثلا اونجا میتونید احیانا یه حساب جدید باز کنید، موجودی حساب ببینید، انتقال وجه پایاسات هر چی بدید یا هر گونه تعامل بانکی دیگه ای بکنید. منتها شما کجا توی چه فضایی دارید کار میکنید؟ توی فضای مثلا یه وب اپلیکیشنی که در بهترین شرایط مثلا اون بانک به شما داده. ولی بانکداری باز میگه چی؟ میگه من امکان انجام این کارا رو به صورت یک فانکشن میدم بیرون، میدم در فضای کسب و کار به صورت API میدم، البته در فضای امنی که ما بهش میگیم در واقع پلتفرم. این فرابوم، شاهین، فینوتک 3 تا پلتفرم خیلی معروف هستن که بانک ها میان و API های خودشون رو ارائه میدن توی اینها. بعد استارتاپ ها یا بقیه شرکت ها، هر شرکت دیگه‌ای میتونه بیاد با فرابوم، فینوتک یا شاهین، البته چند دیگه هم هست، اینا قرارداد ببنده و از API بانک ها استفاده بکنه. بعد اینجوری میشه که تو یه اپ داری که داره یه کاری میکنه ولی یه کار دیگه ای میکنه، ولی داری از سیستم های بانکی مثلا موجودی حساب داری توش میگیری، یا اصلا یه چیز جدیده مثلا پرداختیارها که سوال کردید اکثرا از این API ها استفاده میکنن. خب یعنی یه بیزنس جدیدی رو با استفاده از API بانک ها ایجاد میکنن. مثلا وام میدن، یا تو میتونی قسط بدی، یا میتونی دونگتو بدی، شنیدید دیگه، یا میتونید مثلا فرض بکنید که به خیریه کمک بکنی. خب اینا همه کاربردهای مختلفی هستش که با اوپن بانکینگ میشه ایجاد کرد، یه بیزنس جدید درست کرد. بنابراین با استفاده از تکنولوژی API و با تجمیع این API یا توی پلتفرمایی مثل فینوتک و شاهین و فرابوم این امکان فراهمه و داره چهره بانک و پرداخت رو عوض میکنه. چیز جدیدی هم نیست ولی هنوز اثرش ادامه داره. خب ببینید یه روش‌های جدیدی هم اومده دیگه بالاخره برای پرداخت دیگه. ببینید حالا ما تو ایران یه مقداری محدودتریم، تازه داریم به این سمت میریم، ولی استفاده از NFC توی ایران داره راه میفته. استفاده از کیف پول دیجیتال و QR کد اینا رو حتما دیدید برای پرداخت داره استفاده میشه. پرداخت بیومتریک ما هنوز تو ایران نداریم ولی خواهد اومد که شما یه جایی مثلا با یه اثر انگشت پرداختت انجام بشه، یا فرض بکنید که با چهرهت اسکن بشه پرداخت بکنین. اینا وارد ایران خواهد شد و چهره بانک و پرداخت رو تغییر خواهد داد و به طور خاص ملاحظات امنیتی و سایبری قطعا تغییر خواهد داد. ببینید قضیه فراد یعنی تقلب در بانک و پرداخت قضیه خیلی مهمیه. همیشه مثل داستان دزد و پلیسه، یعنی متخصصای سایبری همینطور دنبال مقاوم کردن سیستم ها هستن و از طرف دیگه هکرها و در واقع چیزها هم در واقع اون کلاهبردارا هم به دنبال اینن که در واقع ایرادهای فنی یا فرایندی رو تو این سیستم ها پیدا کنن، تقلب بکنن. پس این هم یه حوزه هستی که چهره رو تغییر خواهد داد.
و یه نکته بهتون تا اینجا یک نکته هست از کیوام اسپام دیجی پی هم چارچوب فکر میکنم همش نه ولی یه بخششون استفاده میکنن. بله میدونم که بعضی از اینا مشتری شاهینه، مثلا اینو میدونم خب نکته هست میتونم بگم کامپیوتیشنال بیولوژی در ایران اصلا فرصتش توی کامپیوتیشن بیولوژی اگه باشم کمه، خیلی آشنا نیستم ولی کوانتوم کامپیوتینگ خب خیلی کلیه. اگه دوست دارید حالا بعدا میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، ولی حقیقتش اینه که کوانتوم کامپیوتینگ دست کم توی ایران توی روزهای توی سالهای خیلی نزدیک رخ نخواهد داد، ولی اینجا مدیریت امنیت سایبری، مدیریت ریسک، کوانتوم کامپیوتینگ تا یه حدودی میتونه چیز کنه. من تو حدود سال 2030 حدوداً خب پیش بینی شده، پیش بینی منم نیست، پیش بینی آی بی ام میگه این کامپیوتر کوانتومی به جایی میرسن که بتونن الگوریتم RSA یا با طول کلید 2048 بتونن بشکنن، یعنی الگوریتم رمزنگاریه. اگر و وقتی که این اتفاق افتاد خب سیستم‌های بانکی باید حسابی دیگه دست و پا بزنن، چون رمزنگاری که رخ میده بین ارتباط بین مشتریان و بانک یا بین دو تا بانک یا هر چیز دیگه ممکنه، نه حتما ولی ممکنه زیر سوال بره. حالا یه مفهومی هست به اسم PQC پست کوانتوم کریپتوگرافی که خودش یک دنیاییه و توی اون دنیا الان ما تو ایران هم شروع کردن در واقع اینا که الگوریتم یه جوری باشه که از طریق کوانتوم کامپیوتینگ قابل شکستن نباشه. تا اگه اجازه بدید بیشتر از این راجع به موضوع توضیح ندم، تا اتفاقا خوب شد که نزدیک هم امنیت سایبریم هست. ممنون که گفتید. بریم سراغ بخشای بعدی. آنچه که در دانشگاه خدمت شما گفته نمیشه. شما فکر می‌کنید میخوام برین سر کار همه چی تو دانشگاه میگن. من که یادم این سال پیش اومدم دانشگاه، از دانشگاه اومدم وارد محل کار شدم، دیدم هیچی بلد نیستم. البته یه نکتم بگم راجع به خودم، این که من اون بالا دیدید اونجا نوشتم سیستم انجینیر بودم قبل ورودش، موقع ورود. حقیقتش اینه که اولین ورود من اون نبود. اولین ورود من خودم کارآفرین بودم، اون موقعی که حالا ما نمیدونستیم به این کار میگن استارتاپ. خب و حالا قضای روزگار ما رو کشوند که رفتیم وارد یه شرکتی شدیم و بعد خلاص مسیر زندگیمون عوض شد. ولی خب بعداً خوبه که این فرصت پیش اومد و دوباره وارد اون فضا شدم. ولی حقیقتش بگم که اون تجربه که آنچه دانشگاه به شما نمیگویند رو خیلی تلخ من توی اون تجربه اولم، یعنی قبل از اینکه به صورت کارآفرین می‌خواستم در واقع کار بکنم، به من نشون داد. حالا بریم جلو، شاید خودتون یه حسی داشته باشین که چی شد. ببینید تو دانشگاه خیلی کم یا تقریبا نمیگن آقا شما میخوای یه نامه بفرستی بنویسی، این نامه چجوری بنویسی؟ مثلا آقا یه نامه، فرض کن یه جوری کار میکنی، میخوای به دوستت به همکارت یه نامه بزنی، یه مسئله منطقی رو بنویسی، مسئله کاری رو بنویسی، اصلا چجوری این کار انجام میشه؟ واقعا تو دانشگاه به ما نمیگن. من دوستان در واقع تازه کاری که فرش میان سر کار اکثرا تقریبا همشون این مشکل رو دارن و ادبیات رو، نحوه نوشتن، نگارش مثلا اداری، یا ایمیل میخواد بزنه نمیدونه چیکار بکنه. تو جلسه نشستیم، اصلا چجوری به صورت فعال گوش کنید؟ یه شنیدن داریم، یه گوش کردن داریم، میشنون ولی گوش نمیکنن. بعد میبینید تو کتش نرفته، برای اینکه گوش نداره به صورت فعال. فعال یعنی چی؟ یعنی هم موقع که داری یه چیزی میشنوی راجبش فکر کنی، اگه لازمه عکس العمل نشون و بقیه. این چجوری مذاکره کنی، چجوری طرف متقاعد کنی که حرف من درسته، سری قهر نکنی، بری بتونی از راههای مختلف طرف متقاعد کنی که نظرت درسته، نه فرض کن نظر فنی، حالا نه فقط چیزای دیگه. بنابراین درس شیوه ارائه مطالب، حالا شاید، ولی بیشتر مطالب علمی بود، بیشتر چیز بود، بیشتر شیوه ارائه مطالب علمیه. اون در واقع این موارد چیز که میگن نیست. من این درس رو پاس نکردم ولی دیدم که جزوه هاشو دیدم، بیشتر تو این قضیه بود. خب ببین مهارت فردی و خود مدیریتی، اینا رو دوله من بازخوانی نمیکنم، ولی مثلا این که شما بتونید مدیریت زمان بکنید برای خودتون. خب خیلیاتون کنکور دادید، من فکر میکنم مدیریت زمان خوب میفهمید یعنی چی. کنکور یه چیزی که حداقل درس مدیریت زمانه. اگه روی چیز زیادی وقت بذاری بازی و باختی، باید بتونی غیر اهم کنی.
بنابراین تو محیط کار هم همینطور هست و خیلی مهمه. خیلی خوبه اگه نحوه ایمیل زدنم به شما گفته که خیلی خوبه. اون جزوه که من حالا قدیمی بوده که مثلا ایمیل نبود، بیشتر این بودش که میخوای یه مثلا ارائه بدی، چه میدونم مثلا سمینار داری میخوای ارائه بدی و چیکار کنی، اینجوری بود بیشتر. هر شب خدمتتون که موارد دیگه‌ای که نوشتم اینه که در شرایط پیچیده چجوری تصمیم بگیری. یه بحران پیش اومده، یه محصولی نوشتی، حالا به هر علتی یه باگی بوده توش، حالا سیستم خوابیده، کرش کرده، چه کار بکنی؟ پنیک نکنی. اینها رو تو دانشگاه نمیگن، اینا رو شما باید حالا جلوتر میگم در عمل باید یاد بگیرید. کار تیمی رو توضیح دادم براتون که یه بخش خیلی مهم توی کار هست. مثلا حالا هر کدوم از اینا در واقع میتونه شکسته بشه به یک مهارت‌های ریزتری. من حالا اینجا درس این نیست، درس مهارت نرم نیست، منتها این کیوردایی که اینجا نوشته بهش توجه کنید و راجعش تو در واقع جستجو کنید و دانشتون رو بالا ببرید. مدیریت تعارض در محل کار خیلی مهمه. مثال عرض کردم. ببینید این بخش مهارت‌های اخلاقی و حرفه‌ای به طور خاص برای یک کسی مثل من که بالاخره چند تا نسل از شما بزرگواران عقب‌ترم و نسل‌های جدیدی مثل شما که نسل حالا فکر کنم بیشترتون زد باشید، خیلی ممکن تعریف مهارت اخلاقی حرفه‌ای خیلی متفاوت باشه. خب ولی در نهایت بدونید که توی جایی که کار میکنید این در واقع ارزش‌های اخلاقی حرفه‌ای همیشه با هم تطابق نداره. بدونید که باید فرهنگ و ارزش‌های همدیگر رو بشناسید و تطبیق پیدا کنید، وگرنه هر جایی که میرید به چیز میخورید، به دیوار میخورید، به در واقع تعارضایی پیش میاد که ممکن بعضیش قابل حل نباشه. و همونطور که خدمتتون توضیح دادم مهارت یادگیری و رشد به طور خاص توی این صنعت بسیار مهمه و روش کار بکنید. منزوی نباشید، چه از نظر دانشی چه از نظر شبکه آدم هایی که دور بر شما هستن. و در آخر من خدمتتون عرض بکنم، ببینید الان فرض بکنید یه واحدی وجود داره که بخش شبکه است، بخش تلکامونیکیشن یا شبکه است، میخواد هر کدوم از شماها رو استخدام بکنه. ببینید ممکنه شما مثلا شبکه‌های ارتباطی رو خونده باشید، یه چیزایی مثلا بدونید آی پی چیه، راوتینگ چیه، نمیدونم فرض بکنید که مثلا چه میدونم پروتکل اس پی او اف برای راوتینگ چیه مثلا. خب این چیزا بدونید که آی پی سک چیه، بدونید جی آر ای چیه. ممکنه با این تکنولوژی، با این در واقع فناوری‌ها تا یه حدی آشنا باشید تو دانشگاه، ولی کدوم یک از شما میتونه تو دانشگاه خوبه بر من به علاوه بزنید، به کدوم یک از شما یاد دادن که چگونه یه روتر رو کانفیگ کنی؟ هیچ کدوم تو دانشگاه به شما گفتن؟ من خوشحال میشم اگه بار اول میبینم اگه کسی یه به علاوه بزنه میگه من تو دانشگاه آفرین این منفیه، یعنی نگفتم. خب ببین خیلی این از این ابزارها بکن، روتر، مین فریم، سرور، نمیگن آره سرور، نرم افزارهای تخصصی، دیتابیس مثلا اوراکل، چه میدونم دیتابیس های خاص، نرم افزارهای سایبری خب حالا دانشگاه دولتی، خب منم خوندم که چی متوجه نشدم، یعنی بهتون گفتم مثل شبکه نه اینا که بیسیکشه. اینه که یه روتر بدن دستت بگن این مثلا روتر سیسکو مثلا فلان چیز بیا برو کانفیگش کن برای این کار. خب ببین این چیزا رو نمیگن. خب نه اینه که به شما هیچ یاد ندادن، نمیدونم حالا بستگی داره دانشگاه به دانشگاه. میخوام بگم ببین اینهایی که من اینجا نوشتم تو این صفحه به عنوان مثال نوشتم، بیسیکشون رو، بیسیک اصول علمیشو، اصول اصلیشو قطعا تو دانشگاه بخش زیادشو به شما گفتن. خب شما رشتت بوده احتمالاً گفتن، یعنی شما حالا مثلا یه روتر سیسکو یا یه فایروال جونیپر به شما بدن احتمالاً بتونی چیزش کنی، ولی آفرین دوره بدون دانشگاه. من میخواستم به همین برسم. ببین خیلی از اینا هستن الان که بیرون دانشگاه دوره دارن، نرم افزارهای خاص پنتریشن تست که مثلا توی امنیت سایبری استفاده میشه،
نرم افزارهای خاص مدیریت پروژه هستش، نرم افزارهایی که به شما کمک میکنه، نرم افزار نگم، کلاس هایی که به شما کمک میکنه که چگونه یه سویچ یا روتر رو، یا عالم دوره هست که حالا اگه دوستانی رفتن که حتما میتونن اسمش هم بگن، مال مثلا دورهای سیسکو خیلی هستش، میتونن برن و آشنا بشن. ببین اینها رو تو دانشگاه نمیگن ولی در صنعت استفاده میشه. حالا فرض بکنید شما یک دانشجوی فرش هستید، فارغ التحصیل فرش هستید، میخواین برین توی شرکتی کار بکنید. خب ببین اون کارفرما باید فکر کنه، یا شما رو به عنوان یه فردی ببینه که بگی این پتانسیل بالایی داره میگیرمش، ولی بعد یاد میگیره. من از این کیس کم ندیدم، ولی این روزا همه عجله دارن، میگه من میرم کسی رو میگیرم که هم تالنت داشته باشه هم آلردی بلد باشه. خب بنابراین بسته به علاقتون، البته وابسته به علاقتون، ولی به شدت توصیه میکنم که اینجور تجهیزات یا نرم افزارهایی که در صنعت آیتی استفاده میشه و فقط تو دانشگاه بیسیکش رو خوندین، کلاس عملیش هم برید. اون چیزی که تو دانشگاه راجع به شبکه گفتن، برید 4 تا روتر سویچ کانفیگ کنید ببینید چه جوریه. مین فریم البته توی چیز نیست، توی مثلا فرض کن مؤسسات به صورت استاندارد نیست، ولی میدونم که بعضی شرکت ها به طور خاص مثلا یه دوره کارورزی مین فریم هم دارن. کانفیگ سرورها به شدت وجود داره، میدونم خیلی وجود داره. شما یه بالاخره یه سافت که میخوایم بنویسیم باید یه جا ران بشه. خب میگه اون اسپک سافت تو بیا بگو من باید بخرم، چی بخرم؟ من نمیتونی بگی. خب بنابراین همین خودش یه حوزه تخصصه و همینجور بقیه چیزها. شما تو دانشگاه پایگاه داده خوندی، درس پایگاه داده درس استانداردیه، ولی واقعا الان اگه یه دونه رک اوراکل به شما بدم یه کانفیگش کن میتونی؟ نمیدونم. چه خوب تو دانشگاه مین فریم بود، علاقه لازم بود. بعد یعنی جزء چیزای استاندارد اگه بود، شبیه ساز، آره خیلی خوب، ولی همین شبیه سازا حالا یا شما میتونی شبیه سازو بگیری نصب کنی رو لپتاپت استفاده کنی، سلف استادی باشه، هم میتونی بری کلاسشو بری. ولی در هر صورت ببین اینا خواستم بگم اینا مهارتاییه که تو دانشگاه در بهترین شاید در بیشتر مواقع فقط چیزشو خوندی، چی میگن، بیسیکشو خوندی. خب بعد خود اون تجهیز یا خود اون نرم افزار کار نکردی. چیز مهمی که به نظر من خوبه که خارج از دانشگاه روی اینا کار بکنید. خب اگه سوالی هست من در خدمتم. نکته بوده که فرموده باشید من یادم رفته باشه خدمت شما پاسخ بدم، الان وقت خوبیه. خب میدونید چیه، توی هر شب خدمتون مصاحبه کاری 2 تا نکته وجود داره. خب من خودم مصاحبه کاری کم انجام ندادم. ببینید محبت دارین دوستان، تشکر میکنم، دست شما در نکنه. ببینید اولا مصاحبه کاری رفتن خودش یه مهارت، یه جاهایی هستن به شما آموزش میدن. اگه راجع به موضوع نگرانید حتما برید این دوره‌های مصاحبه کاری، برید این چیزا زیاد رو وب سرچ کنید هست. دو تا نکته است. یکی اینه که اعتماد به نفس معجزه میکنه، اینو یادتون باشه، و نبودش نابودتون میکنه. این نکته اول. نکته دومی که من خودم به عنوان یه نفر که حالا از این نفر مصاحبه کردم، وقتی میبینم احتمالاً بلده ولی نمیتونه جواب بده، نحوه پرسیدنم عوض میکنم، سعی میکنم بکشم بیرون. ولی خب مصاحبه‌ام به جای نیم ساعت میشه 1 ساعت، اینجوری میشه. ولی در هر صورت شاید هر کسی این کارو نکنه، بگه اوه 20 نفر دیگه تو صفن، آقا مثلا خیلی ممنون، خداحافظ شما. بنابراین این نکته رو در نظر بگیرید. چی اگه هست در رابطه با رشته حقوق و دادگاه؟ ببینید من ببخشید این سوال ندیده بودم. ببینید اکثر شرکت های آیتی یه بخش لیگال دارن، اکثرا دارند، ولی این نیاز اصلیشون نیست. اون در واقع خط حملهشون آیتیه. خب ولی هم بانک ها بخش لیگال دارن و هم
شرکت های آیتی. من کم شرکت آیتی رو میشناسم که دست کم یه دونه نیروی لیگال نداشته باشه، بعضیام بیشتر، ولی خیلی زیاد نیست. مثلا بیشترین شرکتی که دیدم شاید مثلا چه میدونم مثلا 4 نفر 5 نفر نیرو داشته. خب ببینم تو مصاحبه که خوندم اینو دیگه، تو خدمت انفرماتیک یه سرچ بفرمایید، شرکت خدمات انفرماتیک، سایتش رو پیدا میکنید با همین کیورد اسمش. پایین اون صفحه یه بخشی داره نوشته همکاری با ما، اونجا رو بزنید، رزومه و شغلای آزاد، شغلایی که اوپن هست بازه و میره جلو، قشنگ میتونه انجام بده. راستش حالا حتی بلد باشیم نیست، ولی واقعا مهمه، چون اگه بلد نباشین اونی که مصاحبه میکنه میفهمه تهش، میفهمه که این تبلتون چقدر توش پره، ولی مهمه. مهندسی عمران هست، چگونه میتونم بدون هوش مصنوعی بدونم هوش مصنوعی چقدر در این زمینه. این حوزه رو تحت وجود ببینید. اگر تو بخش مهندسی عمران تو بخش دیزاین هستین، هوش مصنوعی خیلی براتون مهمه، به صورت خاص جنراتیوش، خب به شدت اگر تو بخش دیزاین هست. ولی اگه تو بخش پیاده سازی هستین، مثلا فرض کنید که دیزاین کرده، حالا مثلا یه سازه یا مثلا حالا من یه ذره پیشرفته فکر کنم، یه پلی رو دیزاین کرده، حالا میخواین مثلا فرض کنید بتون ریزی کنید و فلان کنید و اینا، محاسبه بتون کنید، بعدم چه میدونم بالا سر پیمانکار وایسید و نظارت بکنید، ها کم اثر داره. این حالا برداشت منه، البته جایگزین کاربر که نه بابا ولش کنید، اینا چیزه، اینا حرفای ژورنالیستیه. تاثیر ژنتیک در پیمایش پله‌ای ترقی را نگفتید. ببین منظور ژن خوبه، ببین اگه منظورت اونه جناب آقای شمس‌آبادی، ببینید اثر ژنتیک در پیمایش‌های ترقی، ببین من مثالایی که خدمتتون زدم 3 تا مثالو، هیچ کدومشون ژن خوب نبودن، هیچ کدومشون به هیچ وجه ژن خوب نبودن. ولی دقت کنید، من برمیگردم به قطار سری و سیر شرقی. سعی نکنید بگید که به این سمت این قضیه رو ساده بکنید و بگید که من تحقیق کردم متوجه شدم فلانی که موفق شده قاتل تو ایستگاه قبلی پیاده شده. خب حتی اونهایی که ژن خوبن باز عوامل موفقیتشون یه دونه فقط نبوده. حالا شاید یه کیسای خیلی تابلویی پیدا بشه ولی اکثرا نبوده، ولی احتمالش رو رد نمی‌کنم. که بله، بذار اینجوری بپرسم، آیا به نظر شما میشه بر حل کردن پرونده ها از هوش مصنوعی استفاده کنید؟ پرونده های اگه منظورتون حقوقیه، حل رو نمیدونم. اگه منظورتون پرونده های حقوقیه من درست متوجه نشدم، ولی قطعا هوش مصنوعی میتونه در حلش کمک خیلی خوبی باشه، ولی حل کاملش رو بسپاری دستش فکر کنم هنوز یه ذره توقع زیادیه. خب حضوری یه سخت اینو میگیرم، خب دیگه رقابت هست دیگه. اگه طراحی سازه کار میکنید که آره دیگه برید حتما هوش مصنوعی رو از ابزارش استفاده کنید. لازم نیست شما برید چیز کنید، لازم نیست شما برید مثلا چه میدونم نحوه مثلا توسعه کدزنی مثلا یه دونه مدل هوش مصنوعی رو پیدا کنید، الزاما به اون سمت ممکنه برید ولی الزاما نه، بیشتر به عنوان ابزار بهش نگاه کنید. تو طراحی سازه خیلی قطعا کمک میکنه. فیلم کلاس رو از برگزار کننده نمیدونم میذاره یا نه، ایوند و آکادینو سوال بفرمایید. خواهش میکنم. بعد بله متوجه شدم. عرض وقت خدمتتون که بازم وبینار بزنید. خواهش میکنم. حتما من در خدمت دوستان آکادینو هستم و
بالاخره همین الان مشخص شده دیگه. الان این موضوع الان که صحبت کنیم حداقل 2-3 تا وبینار دیگه میتونیم از توش در بیاریم. حالا باید ببینیم که در واقع علاقه دوستان به چه سمت بوده و خیلی اطلاع نمیدونم نظرسنجی بعد این هست یا نه. میتونید پیشنهاداتتون رو به برگزار کننده بدید. فیلمو که ارسال میشه، بله بسیار خوب. آدرس لینکدین، بذار من برم صفحه اول یه ذره با چند تا کلیک زیاد بزنم. خوب اینجوری دورم شد. اینه، بفرمایید اینو با موبایل اسکن بفرمایید، من خوشحال میشم، با افتخار اکسپت کنم درخواست شما رو. منتظر محبت. تو حوزه‌های رادیو هم دوره چیز، ببینید من شبکه کم کار نکردم ولی مطمئنم که آدم متخصص روتر یا بخش رادیویی تلکامونیکیشن آدم زیاده. من کارم تو بخش تحقیق و توسعه، اینجا که توضیح دادم، کارم تو بخش تحقیق و توسعه بیشتر چیز بود، ساتلایت کامیونیکیشن بود. خب ساعت چنده؟ به درست به موقع. دوستان خیلی ممنون. دوستان من خیلی خوشحال شدم که در خدمتون هستم. محبت کردین، منت گذاشتین که در این وبینار شرکت کردید و امیدوارم که در وبینارهای بعدی بتونیم، خیلی ممنون پارسا، در دوره‌های بعدی بتونیم شما رو ببینیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از همه شما. من خداحافظی می‌کنم. دکتر نمازی عزیز دستتون درد نکنه، خیلی عالی بود. امیدوارم که بچه‌ها هم استفاده کرده باشن. ما که خودمون خیلی هم استفاده کردیم، هم لذت بردیم. خیلی ممنون از شما. محبت داری من در خدمت.